سلام دوستان، من لیلا هستم. پدر بزرگ من یعنی جد من اصالتاً اهل یکی از کشورهای جنوب آفریقا است و کمتر از 2 قرن پیش با آسیا میاد و توی ایران مستقر میشه. چند وقت بعد با یه زن ایرانی ازدواج میکنه و تشکیل خانواده میده. من دختری هستم با پوست تیره و لبای ضخیم و موهای مشکی با فر ریز. من فرزند 4مین همسر پدرم هستم. ما توی یکی از شهرهای مرزی ایران زندگی میکنیم. توی روستای بی امکانات مرزی که اکثر مردمش قوم و خویش خودمونن. من تا به حال کشور اصلی خودمو ندیدم و از اونجایی که ایران زندگی میکنم عاشق این کشور شدم. تقریباً یکم از فرهنگ ایرانی توی فرهنگ خانواده بزرگ ما وارد شده. اما خب ما رسم و رسومای خودمونو داریم که هر ایرانی بشنوه از نظرش خیلی عجیب به نظر میرسه. هرچند که نسل به نسل خیلی از روش‌های ایرانی رو یاد گرفتیم و خودمونو باهاش وقف دادیم. مثلا زبان فارسی رو یاد گرفتیم، یه سری از غذاهای مخصوص ایران و خیلی از چیزای دیگه. هرچند که ماها مدرسه نمیریم چون کلاً اجازه نداریم که از روستامون زیاد خارج بشیم، به جز بعضی از مردا که اونا برای بعضی از نیازهای واجب دوا و درمون مجبورن به خارج از روستا برن و بعضی از مایحتاج لازم و اولیه رو به روستا بیارن. در غیر این صورت ما نسل به نسل تو همین روستا بودیم و هیچ که از روستامون خارج نشده. خصوصا این که هیچ دختری نبوده که از روستا خارج بشه. دخترای قوم ما معمولاً یا با پسرعموهاشون ازدواج میکنن یا پسرعمه‌ها. تازه به این بسنده نمیشه. تمام ازدواجات و تمام تصمیمای مهم باید زیر نظر خان قوم ما که همون پدر بزرگم میشه انجام بگیره. اونه که تعیین میکنه با کی ازدواج کنی، توی چه سنی ازدواج کنی. یا اینکه پدرم یا عموهام توی کدوم زمین کشاورزی کنن، یا چه محصولی بکارن، یا کی برداشت کنن. همه اینا توسط خان مشخص میشه. از اونجایی که اداره ثبت احوال اجازه نمیده، ما دیگه از نامه‌های فارسی برای خودمون استفاده میکنیم. راستش ما از نظر اعتقادی هیچ دینی نداریم و از این لحاظ کاملا با مردم ایران متفاوتیم. اسم پدر من کماله. پدرم 5 تا زن داره. اون یه مرد 55 ساله است که از جوونیش تا الان داره توی زمینه کشاورزی کار میکنه. اما بازم ما زندگی راحتی نداریم. هر چیزی که بخوایم برامون فراهم نیست. زن اول پدرم یه زن سمبالاست که صاحب بچه نشد. بابام زن دوم گرفت. زن دومش اصلا شبیه بقیه نیست. قیافه و چهره ایرانی داره. در صورتی که اکثر آدمای قوم ما پوست سیاهی دارن. اما اونجوری نیست و پوست سفید و چشمای قهوه‌ای داره. پدرم زن دومشو که اسمش مهتاب خیلی دوست داره. راستش مادرم و بقیه زنها به مهتاب حسادت میکنن. به مهتاب حسادت میکردن. حتی بچه‌های اون که میشدن خواهر برادرای ناتنی منم سفید پوست بودن و هم شبیه من نبودن. راستش منم بهشون حسادت میکردم. آخه انگار بابام بچه‌هایی که از مهتاب بود و بیشتر از بچه‌های مامانم دوست داشت. باشون مهربونتر و خوش رفتارتر بود. زن سوم پدرم سر زایمان بچه اولش مرد که اون بچه رو زن 4م پدرم بزرگ کرد. من تا سن 16 سالگی نمیدونستم. اما بعدش متوجه شدم که مادر واقعی من زن سوم پدرمه و اون بچه که اون زن به خاطرش سر زارف من بودم. بعدش دلیل این همه بداخلاقی‌ها و تبعیض بین من و خواهر برادرامو متوجه شدم. چون مادر واقعیم نبود که ازم دفاع کنه و زیر دست زن بابام که همون زن 4م پدرمه بزرگ شدم. البته من مادر صداش میکنم و به هر حال هرچی هم اذیتم کرده باشه به خاطر تمام زحماتش ازش ممنونم. اون به من شیر داد و منو بزرگ کرد. هم کتکم زد هم اذیتم کرد. اسم مادر ناتنیم پروانه است. پروانه به جز من 3 تا بچه دیگه هم داشت. یه دختر و یه پسر که از من بزرگتر بودن و یه دختر دیگه که از من کوچیکتر بود. جایی که ما زندگی میکنیم آب و هوای سردی داره، اما خب بی امکاناته. زیادم سرسبز نیست. خونه های ما با خونه های شهری شما خیلی فرق داره. خونه های ما از کاهگل بود. اما بعدها وقتی که طوفان می اومد
همه زندگیمون رو نابود میکرد. به خاطر همین پدرم و عموهام به شهر رفتن و آجر و گچ و سیمان خریدن و اومدن و خونه هامون رو درست کردن. اما خب بازم دیوارامون سیمانیه و جلوه جالبی نداره. روزا اوایل فکر میکردم که این چیزا عادیه، یعنی سبک خونه های کاهگلی و قدیمیمون. فکر میکردم که خونه باید این شکلی باشه. اما بعدها که به شهر رفتم دیدم که نه، خونه های ما خیلی زشته و خونه های واقعی خیلی قشنگتر از این حرفان. حتی یه بار رنگم نگرفتن که دیوارامون رو رنگ کنیم. درسته که دینی نداشتیم و مسلمان نبودیم، اما رعایت کردن یه سری چیزا برای خانوما واجب بود. مثلا حجاب بدن باید کامل باشه. اما برای موی سر، روسری و شال نیاز نبود و اجباری در این مورد نبود. همیشه میدونستم که دنیای واقعی خیلی از روستای ما بزرگتره. اما وقتی هرگز از جایی که زندگی میکنی پاتو بیرون نذاشته باشی، این فکرها مثل یه رویا میمونه. پدر بزرگم که رئیس قوممون بود، یه آدم سختگیر و مقتدر بود. حتی پدر و عموهام هم جرأت نداشتن خلاف حرفاش حرفی بزنن. تقریباً اکثر اوقات تصمیماتی که میگرفت به ما دخترای روستا مربوط نمیشد، چون اصلاً کاری برای انجام دادن به جز کمک به مادرامون نداشتیم. اما من همیشه دلم میخواست بیشتر از این چیزا باشم، بیشتر از این دنیا بدونم. میدونستم که دنیام به این شهر و این روستا بسنده نیست. بعضی وقتا از روی نردبون چوبی بالا میرفتم و روی پشت بوم خونمون میشستم. همش از خودم میپرسیدم یعنی اون طرف آسمون چه خبره؟ اصلا اونجا دختری وجود داره؟ توی دنیا دختری وجود داره که آزادانه هر تصمیمی که بخواد بگیره و هر کاری که بخواد انجام بده؟ یکی از همون روزا بود که یکی از پسرعموهامو دیدم به اسم کامران. کامران از بچگی به جسارتش معروف بود. توی سن کم کارایی که هیچ پسر بچه جرأتش رو نمی‌کرد انجام بده رو انجام میداد. کامران یه روز اومد پیشم و با هیجان بهم گفت که میخوام یه رازی رو بهت بگم. خیلی تعجب کردم، چون کامران از اونایی بود که هیچ وقت به دختران نزدیک نمیشد و کلاً به دختران محل نمیداد و اونا رو پایین‌تر از خودش میدید. نزدیکش رفتم و ازش پرسیدم که چی شده. برای اولین بار دیدم که توی چشماش برق شیطنت و امید بود. کامران بهم گفت که من میخوام از این روستا برم. بهش گفتم چی کار میخوای بکنی؟ اگه پدر بزرگت بفهمه میدونی که چی میشه. بهم گفت هیس دختر، یواش حرف بزن. اگه تو منو لو ندی مطمئن باش که هیچ که نمیفهمه. اما برای این کارم به کمکت نیاز دارم. استرس داشتم و مردد شدم. وای بر من، اگه پدر بزرگ میفهمید بلای بدی به سر کامران می آورد و اگه میفهمید که منم میخوام کمکش کنم خیلی بد میشد. کامران بهم گفت چته دختر، یکم جسارت داشته باش. یعنی تو تا ابد، تا آخر عمرت میخوای تو این روستای درب و داغون زندگی کنی؟ نمیخوای کشور رو ببینی؟ نمیخوای بعداً یه روزی بریم کشور اصلی خودمون رو ببینیم؟ اینقدر مغزت کوچیک نباشه، یکم بزرگ فکر کن. همون موقع مادر ناتنیم پروانه اومد. گفت چشمم روشن، شما دوتا این گوشه دارید چه غلطی میکنید؟ گفتم هیچی مامان. کامران یواش سر گوشم گفت فردا میام کل ماجرا رو برات تعریف میکنم و سری رفت. مامان پروانه اومد گوشمو گرفت و کشید و منو کشون به خونه برد. میخوای به پدرت بگم؟ آره میخوای؟ اگه بابات بفهمه سیاه و کبودت میکنه. حالا دیگه با پسر عموت میگردی؟ آره؟ همین روزاست که باید شوهرت بدیم. بذار 18 سالت بشه. خلاصه اون شب تموم شد. رخت خوابمو پهن کردم و کنار بقیه خواهر برادرای ناتنیم گرفتم خوابیدم. چشمامو بستم و دنیا رو تصور کردم. دنیایی رو تصور کردم که توش آزادم و به هیچ رسم و رسوم غیر منطقی نیاز نیست که پایبند باشم. فردا صبحش با صدای خروس از خواب بیدار شدم. دست و صورتمو شستم و مامان پروانه گفت که برم از گاوا شیر بدوشم. دوشیدم و اومدم. گفت حالا برو شیر رو بجوشون و صبونه رو آماده کن. خودش عین رئیس میشست و به من دستور میداد. حتی به 2 دختر خودش هم کاری نمیگفت. مثل من سیندرلای قصه ها شده بود و اون 2 خواهرای ناتنی من باید کلفتی همشون رو میکردم
و اگه اعتراضی میکردم کتکم میزدن یا یه شایعه به دروغ درست میکردن و به بابام میگفتن که من اون کار انجام دادم. بابام تا جایی که میشد منو کتک میزد. چاره‌ای نداشتم جز گوش کردن. اما یه امید بزرگ تو دلم داشتم. یه هدف قشنگ. این که برم دنیا رو بگردم و دنیا رو ببینم. محدود به این روستای کوچیک و مسخره نشم. نمیدونم، من که مدرسه نرفتم. ولی شاید اگه میرفتم یه روزی برای خودم دکتر میشدم. یا شایدم هنرمند میشدم. نمیدونم. از بچگی استعداد نقاشی داشتم. گاهی وقتا که کارا تموم میشد و مامان پروانه میخوابید و دیگه به هم گیر نمیداد، از خونه بیرون میرفتم. پشت دیوار خونه میرفتم و یه تیکه زغال برمیداشتم و روی دیواره پشتی نقاشی میکردم. بعدش بارون میومد و دیوار شسته میشد و عین یه دفتر سفید میشد و دوباره یه نقاشی دیگه میکشیدم. دنیایی که تو ذهنم ساخته بودم و خیلی قشنگتر از اینجا بود و میکشیدم. دنیایی که کس دیگه رئیس نبود و برای نظرات هم ارزش قائل میشدن. من یه دختر نوجوان بودم با رویاهای بزرگ. بعضی روزا بعد از تموم شدن کارام توی روستا میرفتم و با گلای صحرایی برای خودم تل یا دستبند درست میکردم. یا گاهی میرفتم بوته‌های تمشکو پیدا میکردم و باهاشون لبامو سرخ میکردم. توی اون قوم هیچ کس از من خوشش نمیومد. اون موقع نمیدونستم و با خودم میگفتم شاید بابام دوستم داره. البته بابام وقتی که از سر زمین میومد یه چیزی میخورد و بلافاصله میخوابید. اون اصلا برای من وقتی نداشت که بذاره. اگرم میخواست زمانی بذاره همش برای پسراش وقت میذاشت، با اونا صحبت میکرد. کلا به دخترها زیاد اهمیتی نمیداد. خلاصه فردا صبح شد و کامران اومد. منم که از روز قبل منتظرش بودم. وقتی فهمیدم کامران بیرون خونه منتظر من یواشکی ایستاده، دیدم پروانه سرش به کاراش گرمه. از خونه بیرون رفتم. از خونه زدم بیرون، رفتم پیش کامران. کامران بهم گفت که من از اینجا میرم. بهم گفت راستش میدونم که تو هم از این روستای مسخره خوشت نمیاد. چون همیشه نقاشیاتو میدیدم که دنیا رو میکشی و خودتو توی شهر با ساختمونای بلند میکشی. گفت میدونم تو هم میخوای یه روزی از اینجا بری. من اول از اینجا میرم. وقتی که فهمیدم شهر چجوریه و چجوری میتونم اونجا زندگی کنم و یاد گرفتم، میام تو رو هم از اینجا میبرم. کمکت میکنم تو هم یاد بگیری توی شهر زندگی کنی. اولش با خودم گفتم نکنه کامران قصد و نیتی داره. نکنه میخواد از من سوء استفاده کنه. بهش گفتم نه. در ازای این کارت از من چی میخوای؟ من خودمو به تو در ازای این کار نمیفروشم. گفت چی داری میگی دیوونه؟ اگه نمیخوای نخوا. مگه من لنگ تو هم؟ من فقط میخوام بهت کمک کنم. در ازاشم فقط یه چیز ازت میخوام. اینکه وظیفه فردای منو تو انجام بدی. گفت که من فردا گوسفندا رو میبرم به دورترین نقطه روستا. دورترین جایی که میشه از روستا فاصله بگیرم میبرمشون اونجا. بعدش یواشکی از اونجا جیم میزنم و فرار میکنم به سمت شهر. گفت پولی ندارم. پیاده باید تا شهر بدوم. اما خب به نظرم ارزششو داره. من فقط از تو میخوام وقتی که اون گوسفندا رو اونجا رها کردم تو بیایی و به سمت خود روستا بیاریشون. دیگه وقتی اینجا آوردی یکی پیدا میشه که تا نزدیکای خونمون ببرتشون. اولش مردد بودم. آخه من چجوری میتونستم تو اون نقطه دور از روستا برم؟ من اصلا اجازه این کارو نداشتم. اما هر طور که بود قبول کردم و دوست نداشتم وقتی یکی ازم کمک میخواد دست رد به سینش بزنم. به کامران گفتم باشه، ولی قول تو یادت نره. نه اینکه بری اونجا و دیگه منو فراموش کنی. کامران قبول کرد و گفت نه بابا، من سرم بره قولم نمیره. روز بعد شد و همون ساعتی که به کامران قول داده بودم از خونه زدم بیرون و به اون نقطه دور روستامون رفتم. همه گوسفندا بودن اما کامران نبود. خیلی از گرگا میترسیدم. نکنه گرگ بیاد. اون وقت اگه بیاد و یه گوسفندا رو ببره من چیکار میتونم بکنم؟ من خودم نمیتونم مواظبت کنم، چه برسه از حیوونا. شاید بابا بزرگ خانه قبیلمون حق داره. شاید ما دخترها به درد هیچی نمیخوریم. خلاصه تو همه فکرها بودم و گوسفندا رو راهی روستا کردم. همون وسط روستا ولشون کردم و به خونه رفتم. اگه تا خونهشون میبردم همه ازم میپرسیدن که کامران کجاست. منم که نمیخواستم جواب بدم. معلوم نبود چه بلای سرم میارن. خلاصه کامران رفت و دیگه ازش خبر نداشتم. فقط توی دلم براش آرزوی خوشبختی میکردم.
دلم میخواست که خوشحال شه و دیگه هیچ وقت بابا بزرگ و قوممون پیداش نکنن. ما خیلی رسم و رسومای عجیبی داریم. رسمایی که شاید شما ایرانیا حتی به گوشتون هم نخورده باشه. همیشه احساس میکردم که زندگی مال خودم نیست. توی روستای ما دختر بودن یعنی قبول کردن آداب و رسومی که حتی معنی بیشترشون هم نمیفهمیدی و از نظر من خیلی بی‌معنی و مسخره بودن. یکی از رسمای عجیب ما روز طهارته. هر دختری که به سن بلوغ رسیده بود باید توی این مراسم شرکت میکرد. صبح زود قبل از طلوع آفتاب باید کنار برکه قدیمی روستا میرفتیم که همیشه آبش کثیف و پر از لجن و گلالود بود. زنای مسن روستام جمع میشدن و با آوازهای قدیمی که زبون محلی کشور خودمونه و من بلدش نبودم شعرایی میخوندن. بعدش هم گیاهای تلخ و بدبویی رو روی بدن ما دخترای جوان میمالیدن. همیشه یادم با گریه و جیغ میرفتم. اگه نمیرفتم یکی از اون زنای مسن به خان قبیله خبر میداد و خان بیچارم میکرد. احساس میکردم کنترلی روی بدنم ندارم. مامان پروانه میگفت تو چی میفهمی؟ همه مراسمات یه سود و فایده داره که انجامش میدیم. گفت که این مراسم تو رو پاک میکنه برای ازدواجت در آینده. اما من هر روز حس میکردم که بیشتر دارم کنترل خودم رو از دست میدم. اگه جرأت میکردم و به کسی میگفتم که دلم میخواد مثل دختره شهری آزاد و رها باشم، بهم میگفتن که دختر گستاخ و ناسپاسم. انگار دختر بودن یعنی پذیرفتن شرایطی که دیگران برات تعیین کردن و هیچ راه گریزی براش وجود نداره. یکی از رسمای دیگه‌مون که مطمئنم باعث تعجب خیلی از شماها میشه این بود که وقتی دخترها به سن ازدواج میرسیدن، زنای پیر و مسن میومدن و با سوزنای ریز نقشایی روی دست و پامون میزدن. میگفتن که این نقشا باعث اصالته و دختر باید با این نقشا که روی دست و پاهاش شوهر کنه. اما دردش غیر قابل تحمل بود. هممون گریه میکردیم و جیغ میکشیدیم، اما فایده‌ای نداشت و اونا بالاجبار این کارو با ما میکردن. وقتی کارشون تموم میشد، دست و پامون تا چند روز ورم میکرد. نمیتونستیم راه بریم یا چیزی رو با دستمون برداریم. هیچ کس هم به حرفمون گوش نمیداد. همه میگفتن که تحمل کن. این یه رسمه. باید بهش افتخار کنی. ولی من هیچ وقت هیچ افتخاری حس نکردم. فقط بغض توی یلمو حس میکردم. این رسم‌ها مثل زنجیر دورم پیچیده بودن. هر سالی که بزرگتر میشدم یه رسم مختلفی براش وجود داشت. عروس توی عروسیش یه رسم خاص داشت. توی غم و اندوه و مرگمونم یه رسم دیگه وجود داشت. خلاصه هر چیزمون زندگی ما توش یه رسم عجیب بود که من داشتم از این رسوم دیوونه می شدم. خسته شده بودم. میتونم بگم بدترین رسمی که توی اوایل نوجوانیم تجربهش کرده بودم این بود که دخترها تا به سن بلوغ می رسیدن و اولین عادت ماهانشون اتفاق می افتاد باید ختنه می شدن. این عمل توی رسومای ما جزو سنت‌های قدیمی بود که خانواده‌ها بهش اعتقاد داشتن. میگفتن باعث پاکی و عفت دخترها میشه. توی روز مشخصی حدود 12 و 13 سالگی منو به خونه بردن که تو اون خونه همه این کارهای وحشتناک رو انجام میدادن. زنای مسن و کاربلد اونجا بودن که این عمل رو انجام میدادن. همه دخترای اونجا خیلی ترسیده و نگران به نظر میرسیدن. نمیدونستیم چه بلایی قرار سرمون بیاد. من فقط خواهرای بزرگترم و یادمه که وقتی بچه تر بودن میرفتن یه جایی و بعد که برمیگشتن همش تا روزها گریه میکردن و حتی شبام نمیخوابیدن و از درد گریه میکردن. اون روز وحشتناک منو به زور خوابوندن و با یه ابزارهای عجیب و غریب و غیر بهداشتی اون کار رو انجام دادن. دردناک بودنش به کنار، اثر رویی که روی روان یه دختر نوجوان میذاشتن به کنار. احساس میکردم که بهم دست درازی شده. احساس میکردم که واقعا کنترلی روی بدنم ندارم. حس بدی بود، اینکه هر کی هر کاری که میخواد روی بدنت انجام بده. خیلی احساس شرم و تحقیر داشتم. دردناک بودنش به کنار، اون حس شرم و خجالتی که به اون دختر وارد میکنی کاری میکنه که تا سالها اثرش روی روح و روان دختر مونده باشه. یادمه که اون زن مسن بهم گفت که اونجا روی زمین بخوابم. نامادرین پروانه، خواهر بزرگترم و چند تا زن دیگه روستان بالای سرم بودن. همشون شاهد این عمل کثیف بودن. ای کاش حداقل اونا بیرون میرفتن که اینقدر معذب نمیشدم و حس خجالت نداشتم.
اگه یکی از دخترها اعتراض میکرد و اصلا به اون مکان برای این کار نمیومد، بهش برچسب خراب بودن میزدن. میگفتن تو حتما میخوای یه غلطی بکنی که حاضر نیستی این عمل انجام بدی. این یکی از بدترین تجربه های زندگیم بود. همیشه فکر میکنم چرا یه دختر باید همچین دردی رو تحمل کنه. دردی که اون لحظه داشتم وصف ناپذیر بود. وقتی که روی زمین خوابوندنم، وقتی که 2 زن دیگه روستایی هر کدوم یه دستمو گرفتن، قلبم به شدت تون میزد و همه چیز دور سرم میچرخید. گریه های من به گوش هیچ کدومشون نمیرسید. بگذریم، اینم از رسم و رسومات ما بود. از وقتی که یادم میاد زندگیمون پر از رنج و سختی بود. کمالی مرد 55 ساله با چند تا زن هنوزم به سختی کار میکرد. وقتی که میدیدم پدرم با اون عرقی که از روی پیشونیش جاری میشه هنوزم داره روی زمین کار میکنه و چقدر خسته میشه، دلم میخواست کمکش کنم. اما بابا هیچ وقت بهم توجهی نمیکرد. وقتی که بهش میگفتم بذار بیام سر زمین منم مثل پسرا کمکت کنم، میگفت آخه یه ذره زور توی دختر بچه به چه درد ما میخوره. یادم میگفت برو مزاحم نشو. زندگی توی روستای ما مثل یه مبارزه دائمیه. همه چیز اینجا به سختی به دست میاد. روزا از صبح زود قبل از اینکه خورشید طلوع کنه، ما دخترها باید برای کمک توی کارا آماده باشیم. از جمع کردن هیزم گرفته تا آوردن آب از چشمه‌ای که خیلی از خونه فاصله داره. بیشتر اوقات آب چشمه کم میاد. مخصوصا توی تابستون که هوا بی‌رحمانه داغ میشه. گاهی مجبور میشیم ساعت‌ها توی صف وایسیم تا چند کوزه آب به دست بیاریم. کارهای خونه هم به عهده ما دختراست. پخت و پز، تمیزکاری و حتی مراقبت از بچه‌ها. بعضی مواقع مادرها و مادر بزرگام پا به پای ما کار میکنن. اما وقتی پیرتر میشن دیگه نمیتونن مثل قبل کمک کنن و این مسئولیت‌ها رو بیشتر ما به دوش میکشیم. البته توی خونه ما که همه این کارا وظیفه منه و 2 خواهر دیگم دست به سیاه و سفید نمیزنن. توی فصل برداشت همه مجبوریم توی مزرعه کار کنیم. فرقی نمیکنه چقدر خسته باشیم. حتی اون بابایی که توی حالت عادی تحقیرم میکنه و میگه تو زوری نداری و به درد نمیخوری، توی فصل برداشت اگه کار نکنیم کتک میخوریم. باید تا آخرین ساعت شب کار کنیم تا محصولاتی مثل گندم یا ذرت رو جمع کنیم. پدرم همیشه میگه اگه کار نکنیم سال بعد گرسنگی میکشیم. اما سخت‌ترین چیز اینه که ما هیچ انتخابی نداریم. همه چیز برامون تعیین شده. از بچگی یادمون دادن که نباید سوال کنیم، نباید اعتراض کنیم. دخترها باید گوش به فرمان باشن، هم توی خونه، هم بعد از ازدواج توی خونه شوهر. همین که حرفی از زن میاد، پدرم میگه زن باید سر به زیر باشه، مثل زمین که هر چی روش کاشته بشه همونو قبول میکنه. زنم باید همینطور باشه. این حرف همیشه توی گوشم میپیچه و احساس میکنم که زندگیم مثل همون زمینیه که هرگز نمیتونه خودش انتخاب کنه چه چیزی روی اون سبز بشه. اگه شبا بخوایم بیرون بریم خطرهای زیادی در کمینه. یکی از بزرگترین ترس‌ها گرگایی هستن که شبا به روستا نزدیک میشن. این حیوانای وحشی معمولاً دنبال طعمه میگردن و اگه بی‌احتیاطی کنیم ممکنه به ما هم حمله کنن. صداهای وحشتناک و عزوزه‌های گرگا توی تاریکی شب باعث میشه که قلبمون به تپش بیفته و باعث میشه که شبا از خونه بیرون نریم. اواخر 17 سالگیم بود و دخترها باید حتما تا قبل از پایان 18 سالگیشون ازدواج میکردن. کلاً این یه رسم بود و اگه کسی 18 سالش میشد و ازدواج نمیکرد محکوم میشد به این که تا آخر عمرش حق ازدواج نداره و باید خدمت بقیه زنای متأهل رو بکنه و کاراشون رو انجام بده و بچه‌هاشون رو بزرگ کنه. یه جورایی اگه تا 18 سالگیت ازدواج نمی کردی و 19 ساله می شدی دیگه به دستور خان باید خدمتکار بقیه می شدی و مفت و مجانی برای بقیه کار می کردی. هیچ کدوم از دخترها جرأت اعتراض کردن نداشتن و هر مردی رو که پدر بزرگ براشون صلاح می دید برای ازدواج انتخاب می کردن و باش ازدواج می کردن. منم مثل بقیه منتظر سرنوشت سیاه هم بودم. منتظر این بودم که زن یکی از پسرای قوممون بشم
و دیگه تا آخرین روز عمرم هیچ جایی به جز روستامونو نبینم. فقط بچه بیارم و بزرگ کنم. روز موعود رسید. روزی که پدر بزرگ مشخص میکرد که من قراره چند ماه آینده با کی ازدواج کنم. خلاصه خبر رسید و گفتن که خان گفته من با زکریا ازدواج کنم. چی؟ با زکریا؟ آخه چرا؟ زکریا بزرگترین پسرعموی من بود. فقط 5 سال از بابام کوچیک‌تر بود و 2 زن داشت و من زن سومش می شدم. خان میخواست ما زنا فقط با مردای قبیله ازدواج کنیم، چون تعداد زنای قوممون از مردا بیشتر بودن. مجبورمون میکرد که چند تا زنای هر کدوم از مردا بشیم. زکریا از نظر من مرد چندشی بود. ریشای بلند و کثیفی داشت. به نظر میرسید که اصلاً حموم نمیکنه. حموم نداشتیم، اما خب باب چاه حموم میکردیم. ولی اون فکر کنم چند ماه یه بارم حموم نمیکرد. به قولی مگسا دارش ویز ویز میکردن. اون مرد خیلی کثیف و چندش بود. اصلا قابل تحمل نبود. 2 زن دیگه هم داشت. یکیشون که همسن خودش بود و سنش بالا بود و 4 بچه برای زکریا آورده بود. دومیش هم 2 سالی از من جوان‌تر بود و هنوز بچه دار نشده بود. قرار بود که من با این خانواده وصلت کنم. چطور میتونم زن مردی به این پیری بشم؟ البته توی روستای ما این یه چیز عادی و چیز عجیبی نبود. من سرنوشتشو نمیخوام. ای کاش اصلا همون کامران میومد و با هم ازدواج میکرد. اون همسن من بود و پسر جوون و خوشبروری بود. اصلا این کامران کجاست؟ کی میدونه الان داره چی کار میکنه؟ من که میدونم بیخیال من شده و گذاشته رفته و دیگه نمیخواد که به من کمک کنه و هرگز بر نمیگرده. خان گفته بود که اگه برگرده سرشو برای درس عبرت بقیه به پیرترین درخت چنارمون آویزون میکنه. بهتره که بر نگرده، چون دیگه نه خیرش به من میرسه نه هیچی. حداقل خودشو از این جهنم نجات بده. میخواستم فریاد بزنم و بگم که من این زندگی و این سرنوشت رو نمیخوام، اما صدام توی سینم حبس شده بود. روزی که پدر بزرگ تصمیمش رو اعلام کرد احساس کردم دنیا توی سرم خراب شد. زکریا که مرد پیر با 2 زن بود قرار بود شوهرم بشه. ترس و ناامیدی مثل 2 سایه سیاه در کنارم بودن و من در بین اونا محصور شده بودم. گوشه حیاط نشسته بودم و به آسمون نگاه می کردم. هیچ کس نمیتونست درد منو درک کنه. دخترایی که مثل من تو دام سرنوشت گرفتار شده بودن هیچ وقت جرئت نداشتن از خودشون دفاع کنن. همیشه باید توی سایه مردا زندگی می کردیم و هیچ راهی برای فرار از این زندگی نبود. یاد کامران می افتادم. یاد روزی که با هم درباره رویاهای بزرگمون و جایی خارج از این روستا حرف زده بودیم. چند روز بعد یه مراسمی برای اعلام نامزدی من و زکریا برگزار شد. همه تو حیاط بزرگ خان جمع شده بودن و مادرم پروانه با افتخار اینکه قرار زن زکریا بشم کنارم وایساده بود. توی دلش شادی و افتخار بود، اما من به شدت در حال غرق شدن بودم. صدای شادی و خنده های اطرافم به گوشم نمی رسید. فقط صدای تپش قلبم رو می شنیدم. اون روز یه جشن مختصر برگزار شد. بعضی از اهالی روستامون با رقص محلی کشور اصلی خودمون می رقصیدن و بالا پایین می پریدن. منم روی صندلی کنار زکریا نشسته بودم و منتظر عاقبت شوم بودم. خلاصه مراسم نامزدی تموم شد و به خونم رفتم. قرار بود چند روز بعد عروسی کنیم و من دنبال هر راهی بودم برای فرار از این ماجرا. با خودم گفتم اگه توی روستامون چند تا دختر همسن سال خودم رو پیدا کنم که منو درک میکنن، شاید بتونیم چند نفری پیش خان بریم و حرف دلمون رو بزنیم. اونم که از سنگ نیست، شاید درک کنه و یکم از این رسومات وحشتناک و کم رنگ تر کنه، یا اصلا شاید اجازه بده که با یکی که دلم بخواد ازدواج کنم. یه دختر دیگه بود، اونم همسن من بود. قرار بود مراسم نامزدیش چند روز دیگه برگزار بشه. اسمش پری بود و چند تا خونه اون طرفتر بود. یکی از فامیلای دورمون میشد و صبح روز بعد که شد در خونه‌شون رو زدم. مادرش در رو باز کرد. مادرش دستشو به کمرش انداخت و گفت چی شده؟ اینجا چی میخوای؟ ازش خواهش کردم که یه دقیقه به پری بگه بیاد کارش دارم. پری اومد و با همدیگه رفتیم یکم دورتر روی چمن‌ها زیر سایه درخت نشستیم و بهش جریانو گفتم. بهش گفتم که ببین تو هم قرار چند روز دیگه زن کسرا بشی.
کسرایی که یه زن داره و تو هم قرار زن دومش بشی و خیلی هم سنش از تو بالاتره. منم شرایط مشابه تو رو دارم که خودت میدونی. من میگم شاید اگه با خان حرف بزنیم درکمون کنه و یکم بهمون فرصت بده. پری حرفمو تایید کرد و گفت آره. گفت دختر خالشم 1 سال از ما کوچیک‌تره و سال آینده قرار ازدواج کنه. به اونم گفتیم و اونم وقتی جریانو فهمید حرفمونو قبول کرد و اومد. نفسامونو توی سینه حبس کرده بودیم. خیلی استرس داشتیم. اگه خان تنبیه بیشتری برامون در نظر میگرفت چی کار میکردیم؟ خلاصه لباسامونو پوشیدیم و قرار شد که غروب پیش خان بریم و حرفمونو یه بار که شده بزنیم و یه بارم که شده جسور باشیم. اون روز عصر دل تو دلمون نبود. هر کدوم از ما یه عالمه فکر تو سرمون بود که اگه خان قبول نکنه، اگه حتی بدتر تنبیهمون کنه چی میشه؟ ولی دیگه چاره‌ای نداشتیم. باید یه کاری میکردیم. وقتی غروب شد با پری و دختر خالش راه افتادیم سمت خونه خان. توی مسیر هر بار که کسی از اهالی روستا ما رو میدید نگاه‌های سنگینشون رو حس میکردیم. انگار همه میدونستن که داریم یه کاری میکنیم که از نظر اونا خط قرمز بود. ولی ما تصمیممون رو گرفته بودیم. وقتی رسیدیم دم در خونه خان دلمون ریخت. دستای پری میلرزید و دختر خالش با دستاش بازی میکرد که استرسش کمتر شه. منم که دیگه نای حرف زدن نداشتم. در رو زدیم و یکی از خدمتکارای خان در رو باز کرد. بهمون گفت خان الان مهمون داره. ولی اگه کار فوریه میتونیم منتظر بمونیم. ما هم نشستیم تو حیاط زیر سایه درختای قدیمی و منتظر موندیم. تو همین حین صدای خنده و شوخیاشون از داخل خونه میومد. انگار که دنیاشون با دنیای ما زمین تا آسمون فرق داشت. بعد از نیم ساعت خان از خونه اومد بیرون. نگاه سنگینش روی ما افتاد و اخمای همیشگیش روی پیشونیش نشست. گفت چی میخواید؟ پری شروع کرد به حرف زدن ولی صداش میلرزید. گفت که یه صحبتی باهاتون داشتیم. ما دختره این روستا هم دل داریم. آرزو داریم و میخوایم مثل بقیه مردم حق انتخاب داشته باشیم. حرفشو که زد یه لحظه سکوت سنگینی بینمون افتاد. خان نگاهی به هر ستای ما کرد و گفت شما دخترها زیادی رویا پردازید. اینجا رسم و رسوم خودشو داره. هر کی که با این چیزا مشکل داره باید با عواقبش کنار بیاد. اگه میخواید با کسایی که براتون تعیین کردم ازدواج نکنید، اما تا آخر عمرتون کنیزی بقیه زنا رو باید بکنید. خان دستشو به کمربندش گرفت و قدمی به طرف ما برداشت. صدای کفشاش که روی زمین خشخش میکرد قلبمونو توی سینه تندتر میکوبوند. من نمیخواستم عقب بکشم. یه لحظه از خودم پرسیدم اگه همین حالا عقب نشینی کنیم چی میشه؟ دیگه راهی برای برگشت نبود. سرمو بالا گرفتم و گفتم ما فقط حقمونو میخوایم. دلمون نمیخواد با مردایی که نه عاشقشونیم و نه حتی انتخابمون بودن و نه حتی سن و سالشون به ما میخوره ازدواج کنیم. خان لحظه‌ای به من خیره شد. انگار از جسارتم شوکه شده بود. اما توی چشماش چیزی شبیه به خشم عمیق رو دیدم. ناگهان با صدای بلند گفت حق؟ حق؟ توی این روستا دخترها حقی ندارن جز اطاعت. هر کس بخواد خلاف رسم و رسوم روستا بره تاوانش رو هم میده. بعد با دستاش به یکی از خدمتکاراش اشاره کرد. قلبم داشت از شدت ترس میترکید. این یعنی چی؟ نمیتونستم حرکت کنم. پاهام مثل سنگین شده بود. خدمتکارا جلو اومدن و قبل از اینکه بفهمیم چی میشه دستای پری رو گرفتن. دختر بیچاره جیغ زد ولی هیچ فایده نداشت. همون لحظه بود که از ته دلم یه چیزی شکست. من خواستم جلو برم و کمکش کنم ولی یکی از خدمتکارای دیگه مچم و محکم گرفت و به عقب پرت کرد. پری رو کشون بردن سمت ساختمونی توی حیاط که همیشه میگفتن مخصوص تنبیه کسایی که از حرف خان سرپیچی میکنن. صدای در سنگین چوبی که پشت سرشون بسته شد هنوز تو گوشم زنگ میزد. دختر خالش داشت میلرزید. دلم میخواست بزنم زیر گریه ولی نمیتونستم. خان یه نگاه سرد دیگه به من انداخت و گفت حالا میفهمی که اینجا هیچ کس نمیتونه از قوانین من فرار کنه. پری رو تنبیه میکنم تا درسی بشه برای شما دوتا.
اون لحظه فهمیدم این جنگی که شروع کردیم خیلی بزرگتر از ماست. وقتی صدای بسته شدن در توی گوشم پیچید، میدونستم که این آخرش نیست. این فقط شروع بدبختی بود. دستام میلرزید و قلبم به شدت میکوبید. هیچکس جرئت نمیکرد کلمه‌ای بگه. همه تو سکوت سنگین فرو رفته بودن. نگاه خیره خان هنوز روی ما سنگینی میکرد. اون از من انتقام نمیخواست. اون میخواست به ما درس عبرتی بده که هیچکس جرئت نکنه حتی به فکر سرپیچی کردن با قوانین بیفته. چند ساعت گذشت، شایدم بیشتر، نمیدونم. ولی وقتی در ساختمون دوباره باز شد و پری رو بیرون آوردن، چیزی که دیدیم باور نکردنی بود. بدنش مثل یه تیکه گوشت بیجون روی زمین افتاد. جای کمربند روی بازوها و پاش پیدا بود. کبودیاش به قدری زیاد بود که حتی نمیشد باور کرد این همون دختریه که چند ساعت پیش داشت برای حقش فریاد میزد. نفساش نامنظم و بریده بود. صورتش زخم بود و هیچ رمقی توی چشماش نبود. اون موقع بود که فهمیدم اینجا هیچ عدالتی وجود نداره. هرچی که فکر میکردیم خیال واهی بود. اونا نه تنها با ما مثل انسان برخورد نمیکردن، بلکه قصد داشتن به همه نشون بدن که هر نوع مقاومتی در برابر خان عواقب وحشتناکی داره. خان با کاراش هر لحظه به ما یادآوری میکرد که حتی اگه صدای اعتراضمون بلند بشه، تنها چیزی که در انتظارمونه اذیت شدن و تحقیر بیشتره. تا چند وقت بعد هر بار که پیش پری میرفتم قلبم از شدت درد فشرده میشد. من همیشه به پری خیلی نزدیک بودم. از بچگی با هم بزرگ شده بودیم. همه توی روستا با همدیگه صحبت میکردن و هر کس از دید خودش داستانو تعریف میکرد. بعضیا میگفتن که پری بدشانس بود و هرگز نباید به اون ساختمون میرفت. بعضیام ازش انتقاد میکردن که چه دختر بیعقلی بوده که رفته خلاف حرف خان نظر بده. میگفتن بلایی که سرش اومد حقش بود و باید من و دختر خاله پریم همین بلا سرمون میومد. مردم روستا به جای همدردی با پری به تحقیرش ادامه میدادن. هر جا که میرفتم حرفاشون توی گوشم بود. میگفتن چرا فکر کرد که میتونه از دست خان فرار کنه. این حرفا رو میشنیدم و واقعا حالم بد میشد. من میدونستم پری هیچ کار اشتباهی نکرده بود. در این بین زن دوم زکریام طوری برخورد میکرد که انگار پری مقصر زمین و زمان بود. هر بار که میدیدمش میخواست خودشو بیشتر جلوه بده. به من میگفت پری حقش بود، تازه کمشم بود. من ازش متنفر بودم. واقعا نمیفهمیدم چطور میتونه انقدر بیرحم باشه. چند روز بعد از این حادثه هر لحظه که میگذشت به یاد پری بودم. هر بار که توی روستا قدم میزدم احساس میکردم همه به من زل زدن. مثل این که منم مقصرم. هر روز بیشتر از قبل غرق در ترس و نگرانی میشدم. نمیدونم چطور بگم، اما روزا با آرامی میگذشتن و من در غم و اندوه پری غرق شده بودم. هر روز زیر نگاه‌های تمسخرآمیز دیگران قلبم تندتر میزد. یهویی کامران به روستا برگشت. دوباره امید به زندگی توی دلم شعله‌ور شد. یادمه که اون روز به عادت همیشگی گوشه نشسته بودم و به لبخندای قلابی و حرفای پوچ اون دوتا عروس زکریا گوش میدادم که یهو در میون اون شلوغی نگاه من به سمتی جلب شد. کامران با اون لبخند همیشگی از دور به من زل زده بود. حالم به شدت عوض شد. تمام غم‌ها و دردایی که توی دلم جمع شده بود یهویی ناپدید شد. اون یواشکی به روستا برگشته بود تا منو ببره. یادمه که چطور قلبم به شدت تپید و دلم از وجود کامران گرم شد. کامران به من اشاره کرد که بی صدا بهش نزدیک شم. تو اون لحظه احساس می‌کردم باید این شانس رو بغل کنم و فرار کنم از این زندگی مسخره‌ای که گرفتار شده بودم. ولی شاید اگه خان بفهمه مجازات سختی در انتظارم باشه. اما وقتی به چشمای کامران نگاه کردم دیدم خیلی مصممه. بهم گفت لیلا بیا با هم فرار کنیم. یه جایی میبرمت که هیچ کس نمیتونه ما رو قضاوت کنه. فقط به قلبت گوش بده. من اون رویایی که داشتی و میخواستی به شهر بری بعدش هم دنیا رو ببری رو برات عملی میکنم. چند لحظه به آرامش و محبتش فکر کردم و توی رویاهای خودم با کامران در کنار یکدیگر به یه زندگی جدید و شاد فکر میکردم.
با دیدن قاطع و مصمم بودن کامران ترسام کم رنگتر شدن. تصمیم گرفتم با کامران به شهر برم. با صدای لرزان گفتم کامران بات میام. به کامران گفتم که هرچه سریعتر از اینجا برو. اینجا اصلا برای تو امن نیست. تصمیم بر این شد که فردا صبح زود قبل از طلوع آفتاب من به بهونه که میرم از چشم آب بیارم از روستامون تا میتونم دور و دورتر بشم و کامران یه جای خارج از روستا خیلی دورتر از روستا قایم میشه و من باهاش میرم و تا شهر خودمونو میرسونیم. صبح روز بعد شد و من خیلی استرس داشتم. میترسیدم که مامان پروانه یا خواهر برادرها بیدار بشن. البته اگه پروانه بیدار میشد بهش میگفتم که دارم میرم از چشم آب بیارم. ولی احساس میکردم که یکم ممکنه شک برانگیز باشه. چون این اواخر بعد از نامزدیم با زکریا اصلاً حال و حوصله آب آوردن نداشتم. همیشه موکول میکردم به زمانهای بعد. پروانم همیشه به خاطر این موضوع دعوام میکرد. خلاصه صبح روز بعد شد و از خواب بیدار شدم. قلبم مثل طبل توی سینم میکوبید. به آرومی از رخت خواب بلند شدم. سعی کردم به صدای نفسام توجه نکنم. هوا هنوز روشن نشده بود و فضای اتاق با سکوتی مرموز پر شده بود. زیر لب برای خودم دعا می‌کردم که کسی بیدار نشه. به آرومی لباس پوشیدم و بعد به سمت در رفتم. دستگیره رو به آرومی گرفتم و باز کردم. سکوت شب هنوز توی هوا معلق بود. تنها صدای شب پره‌ها و جیرجیرک‌ها به گوشم می‌رسید. با هر قدمی که به سمت در خروجی برمی داشتم، تپش قلبم بیشتر می‌شد. بالاخره به حیاط رسیدم. هوای خنک صبحگاهی روی صورتم وزید. انقدر رفتم تا از روستا حسابی دور شدم. کامران رو دیدم که منتظر من بود. توی سایه درختی پنهان شده بود و هنوز نشونه‌ای از نور خورشید به چشم نمیخورد. به طرفش رفتم و نگاهش پر از محبت و اطمینان بود. وقتشه لیلا. باید سریع از اینجا بریم. با هم از اونجا دور شدیم و قدم به قدم به سوی آزادیمون حرکت کردیم. هر دومون میدونستیم که این سفر خطرناکه و اگه اتفاقی خام پیدامون کنه دیگه ما رو زنده نمیذاره. اما امید داشتیم. در میون راه فکر تمام دردایی که کشیده بودم به سراغم اومد. اما در کنارش یاد آرزوهامم افتادم. کامران ازم پرسید فکر میکنی آیندمون چطوری میشه؟ گفتم خیلی بهتر از اینجا. دستمو محکم گرفت و ما به سمت شهر حرکت کردیم. توی دل من امید به زندگی تازه شکل گرفت که هیچ کس نمیتونست اونو از من بگیره. فاصله ها کم کم بیشتر شد و درخت‌ها و زمینای کشاورزی روستا پشت سرمون محو شدن. اما یهو حس کردم سایه‌ای توی دوردستا پیداست. ترس به دلم افتاد. گفتم کامران فکر میکنی کسی دنبالمون باشه؟ کامران گفت نگران نباش. هیچ کس نمیتونه ما رو پیدا کنه. اما توی چشماش نگرانی نهفته بود که نمیتونستم نادیدش بگیرم. بالاخره به جایی رسیدیم که شهر در دوردست‌ها نمایان شد. میترسیدم اما عشق و امید به زندگی جدید توی قلبم میدرخشید. خلاصه انقدر رفتیم تا به شهر رسیدیم. همه چیز خیلی برام عجیب بود. از اتومبیلا گرفته تا ساختمونای بزرگ و شیک یا پاساژهای عجیب غریب. کامران دیگه لباسش هم مثل قبل نبود. مثل شهریا لباس پوشیده بود. اما من یه لباس پشمی و ساده و کهنه پوشیده بودم که پروانه خیلی سال پیش از پشم گوسفندامون اینو برام درست کرده بود. برای شهریا مثل آدمای اولیه بودم و کاملا دهاتی به نظر می رسیدم. کامران بهم گفت که من یه جا کار پیدا کردم و یه ذره پول درآوردم. بیا بریم برات یه دست لباس شهری بخریم تا اینقدر مردم به ما زل نزنن. با هم به یه مغازه‌ای رفتیم که میگفتن لباساش دست دومن ولی رنگ و طرح‌های مختلفی داشت. تا حالا همچین چیزایی ندیده بودم. مغازه‌دار با لبخند به ما نزدیک شد و شروع به نشون دادن لباسا کرد. یه لباس زیبا و عجیب پوشیدم که توی شهر مرسوم بود و بهش مانتو میگفتن. خریدم و پوشیدمش. از اونجا رفتیم بیرون. کم کم همه چیز از رنگ و بوی غذاها تا صدای خنده و شادی مردم به دلم میشست. کم کم با لباسای جدید احساس راحتی میکردم. دیگه حس نمیکردم مثل یه دختر روستایی توی وسط شهر گم شدم. خودمو تو آینه‌های مغازه‌ها میدیدم و با لبخند به کامران گفتم حالا دیگه کسی به من زل نمیزنه.
کامرانم خندید و گفت آره، دیگه تو هم دختر شهری شدی. خوشحالی عجیبی داشتم، اما هنوزم در عمق وجودم ترس و نگرانی داشتم. با این حال تصمیم گرفتم که از این لحظه لذت ببرم و به فکر گذشتم نباشم. بعدش به یه فلافلی رفتیم. تا حالا این غذا رو نخورده بودم. خیلی به نظرم خوشمزه اومد. کامرانم بهم گفت این یه زندگی جدیدته. من و تو توی این شهر یه زندگی جدید میسازیم. به کامران گفتم راستی اصلا وقت نشد که در این مورد صحبت کنیم. تو کجا کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ چجوری پول در میاری و زندگی تو میگذرونی؟ اینجا که دیگه فکر نکنم زمین کشاورزی داشته باشه. درسته؟ کامران گفت آره، اینجا هیچ زمین کشاورزی نیست. گفت من چند روزی دنبال کار گشتم. چند روز کارگری و بنایی کردم. ولی بعدش یه جایی پیدا کردم. یه مرکز هنری. داخلش من با چوب مجسمه‌های کوچیک و قشنگ درست میکنم. گاهی براشون حصیر بافی میکنم و با حصیر کلاه و کیف و زنبیل درست میکنم. بهم گفت که درآمدش کمه، ولی خب زندگیمونو میگذرونه و برای شروع زندگی جدید کافیه. گفتی چی؟ کارگاه هنری؟ اگه هنریه منم میتونم بیام؟ من واقعا عاشق نقاشیم. کامران گفت آره، بهش فکر کردم. بعدش با همدیگه به اونجا رفتیم و تا ببینیم که چه کاری از دست من برمیاد، تا منم اونجا مشغول به کار بشم. امیدوار بودم که استخدامم کنن. اونجا توی بازار محلی یه کارگاه کوچیک بود. توش پر از کارگرای زن و مرد بود که مشغول درست کردن صنایع دستی بودن. رفتیم داخل و همه چیز برام جذاب بود و تازگی داشت. چند تا خانم داشتن تابلو درست می‌کردن. چند نفر داشتن روی ظروف شیشه‌ای نقاشی می‌کشیدن. چند نفر داشتن دستبند و گردنبند درست می‌کردن. چند نفرم مثل کامران مجسمه‌های کوچیک چوبی درست می‌کردن. صاحب کارگاه که مردی میانسال و مهربون بود سر رسید و منو دید. بهم گفت که توی چه رشته‌ای مهارت داری؟ من براش جریان تعریف کردم که از روستا اومدم و هیچ مهارت خاصی ندارم. تنها مهارتم اینه که با زغال روی دیواره خونه نقاشی می‌کردم. بهم یه زغال داد و یه کاغذ بزرگ داد. بهم گفت مهارتتو نشون بده. هر چی در توانم بود کشیدم. بعدش که تموم شد از تعجب شاخ در آورد. بهم گفت که خب ما یه سری پارچه داریم که می‌خوایم روشون نقاشی و طراحی بشه. به کمکت نیاز داریم. از اینکه می‌خواستم اونجا کار کنم استقبال کرد. دخترا رو دیدم که اونجا با وسیله به اسم قلمو روی چیزای مختلف نقاشی می‌کشیدن. اما من تا به حال از این اشیا استفاده نکرده بودم و حتی بلد نیستم قلمو رو چجوری دستم بگیرم. اون آقای مهربون که صاحب اونجا بود اشاره کرد به یه خانومی و گفت که این خانوم مسئول اینجاست. تو هم خیلی استعداد داری. مطمئنم سریع یاد میگیری. به این خانوم میگم که هرچه سریعتر کارو یادت بده تا مشغول به کار شی. من خیلی خوشحال شدم. با هیجان گفتم که حتما زود یاد میگیرم. خانومی که مسئول اونجا بود، یه زن میان سال با لبخند مهربونی به من نزدیک شد و گفت نگران نباش. همه چیزو یادت میدم. بعد شروع کرد به آموزش دادن، نحوه گرفتن قلمو، ترکیب رنگا و چطور نقاشی کردن روی پارچه. هر لحظه که میگذشت حس می‌کردم دارم توی دنیای جدید وارد میشم. دنیایی که توش هیچ کس به گذشتم اهمیتی نمیداد و فقط استعدادم مهم بود. چند روز اول سخت بود. دستام به کار کردن با قلمو عادت نداشت. بارها اشتباه می‌کردم. ولی هر بار که اشتباه می‌کردم اون خانم مهربون کنارم بود و صبورانه راهنمایی می‌کرد. از اونجایی که توی روستا همیشه نقاشی زغالی می‌کشیدم، نقاشی کردن برام غریبه نبود. ولی نقاشی روی پارچه با رنگ‌های مختلف یه چیز دیگه بود. روز به روز بهتر می‌شدم و بالاخره اولین طرحمو که تموم کردم، همون مرد مهربون صاحب کارگاه اومد و با تحسین نگاهم کرد. گفت آفرین، خیلی زود یاد گرفتی. ادامه بده. مطمئنم که موفق میشی. اونجا دیگه برام تبدیل به جایی شد که صبح تا شب وقتمو توش میگذروندم. با کامرانم هر روز بیشتر آشنا میشدم و کم کم حس میکردم که زندگی مشترکمون داره از یه خواب شیرین به واقعیت تبدیل میشه. دیگه با هم دیگه شروع کردیم به جمع کردن پول. چند ماهی گذشت و هر دو تلاش میکردیم تا وسایل ضروری زندگیمون رو کم کم بخریم. اول از همه یه گاز کوچیک گرفتیم. بعدش یه یخچال. یه روز کامران اومد خونه. با یه خنده‌ای که معلوم بود چیزی تو ذهنشه بهش گفتم چی شده؟ چرا اینجوری میخندی؟
گفت فردا میخوایم بریم یه ماشین لباسشویی بخریم. منم که تا اون موقع فقط با دست لباس میشستم خندم گرفت و گفتم چی؟ مگه همچین چیزی هم داریم؟ خندید و گفت آره، خودت میبینی. دیگه نیازی نیست که لباسا رو با دستت بشوری. اصلا همچین چیزی باورم نمیشد، مثل یه رویا بود. فرداش با هم رفتیم بازار و لباسشویی خریدیم. کامران چند بار بهم توضیح داد و بالاخره تونستم طرز کارش رو یاد بگیرم. کم کم وسایل خونمون کاملتر شد. ظرفشویی، تلویزیون، حتی یه فرش کوچیک که با همدیگه انتخاب کردیم و خریدیم. روزا خیلی آروم و خوش میگذشت. صبح میرفتیم سر کار و آخر شب برمیگشتیم خونه. شام میپختیم و تا دیر وقت درباره آیندهمون حرف میزدیم و بازم رویه بافی میکردیم. هر روز که میگذشت عشق بین ما قوی تر میشد. دیگه زندگی تو روستا و اون گذشته تلخ برام مثل یه خاطره دور شده بود. من و کامران هر روز بعد از کار تو کارگاه دست همو میگرفتیم و توی خیابونای شلوغ شهر قدم میزدیم. چیزای جدیدی کشف میکردیم که تو روستا هیچ وقت نمیدیدم. یه روز رفتیم یه پارکی که پر از آدمای مختلف بود. همه جور آدم. بعضیا بساط پهن کرده بودن و یه چیزای عجیب غریب میفروختن. از خوراکیای رنگی رنگی گرفته تا لباسای دستساز و زیورالاتی که با دست خودشون درست کرده بودن. یه بارم کامران منو برد به یه جای عجیب. گفت بهش میگن سینما. من تا اون روز اسمشم نشنیده بودم. گفت یه فیلمی نشون میدن که از داستان واقعی مردم گرفته شده. اولش نمیدونستم چی به چیه. ولی وقتی فیلم شروع شد انگار داشتم یه رویای واقعی رو میدیدم. هرچی بیشتر تو شهر میچرخیدیم بیشتر میفهمیدم که دنیای بیرون از روستای کوچیکمون چقدر بزرگه. من دوست داشتم نقاشی کردنم و جدی‌تر دنبال کنم. یه بار تو بازار یه زن هنرمند رو دیدم که روی پارچه‌های سفید بزرگ نقاشی رنگارنگ میکشید. یه گوشه وایستادم و کارشو نگاه کردم. خیلی مجذوب شدم. حتی جرأت کردم و جلو رفتم تا باهاش حرف بزنم. انگار نه فقط به کامران بلکه به این زندگی جدیدم وابسته تر می شدم. همه چیز داشت تغییر می کرد. من، کامران، حتی رویاهایی که برای آینده داشتیم. ولی یه چیزی ته دلم بود که همیشه نگرانش بودم. نمیتونستم به راحتی فراموش کنم که اگه یه روز کسی از روستامون پیدامون کنه چه عواقبی ممکنه در انتظارمون باشه. حدوداً 1 سال از اومدن من و کامران به شهر گذشته بود. تو این 1 سال خیلی چیزای جدید یاد گرفته بودیم. خیلی پیشرفت کرده بودیم. دیگه اون هدفهای کوچیکمون که فقط آرزو داشتیم بریم به شهر و شهر رو ببینیم به هدفهای خیلی بزرگتری تبدیل شد. هدفمون این بود که کسب و کارمون ارتقا بدیم و پیشرفت کنیم. پولدار شیم و به حدی درآمدمون زیاد شه که بتونیم به کشورهای مختلف بریم و کل دنیا رو بگردیم. حتی من به کامران گفته بودم وقتی یکم دیگه زندگیمون جا افتاد و درآمدمون بهتر شد من میخوام تحصیل کنم و از مدرسه بزرگسالان شروع کنم و برم و دیپلممو بگیرم. میخواستم دیپلم هنر بگیرم تا از نظر تحصیلی هم توی هنر پیشرفت کنم. من 19 سالم شده بود و دیگه مثل قبلا نبودم. یه دختر شاد و با انگیزه بودم. کامرانم از صبح تا شب برای زندگیمون تلاش میکرد. بعد از مدتی من و کامران تصمیم گرفته بودیم که یه مغازه باز کنیم. مغازه‌ای که نصفش یه کارگاه برای کامران باشه تا بتونه مجسمه چوبی بسازه و همونجا هم کلی قفسه بذاریم و مجسمه‌هاشو توش بچینیم برای فروش و یه طرفش هم نقاشی تابلوها و طرح‌ها و نقشه‌ای که روی کیف و کفش کشیده بودم و برای فروش بذارم. وقتی که به اون مرد میانسال که حسابکارمون بود گفتیم خیلی خوشحال شد که قرار خودمون مستقل شیم و برای خودمون کار کنیم. حتی من و کامران تصمیم گرفتیم که وقتی مغازه باز شد و اوضاع زندگیمون آرومتر شد به صورت رسمی با هم ازدواج کنیم و تشکیل خانواده بدیم. چند ماه از وقتی که تصمیم گرفتیم مغازه باز کنیم گذشت. اون روزا خیلی سختی کشیدیم. از صبح تا شب توی خیابونای شهر میگشتیم و دنبال یه جای مناسب برای مغازه میگشتیم. بالاخره یه مغازه کوچیک و قدیمی پیدا کردیم. مالکش یه پیرمرده بود که مغازه رو نمیخواست بفروشه. اما قبول کرد که اجاره بده. با یه عالم امید شروع به تمیزکاری و درست کردن مغازه کردیم. دیوارا رو رنگ کردیم، قفسه‌ها رو ساختیم و کلی چیزای کوچیک خریدیم تا مغازه‌مون شیک و مرتب شه. بالاخره همه چی آماده شد و روز افتتاحیه رسید. یه عالم از مردم اومدن تو مغازه. حتی بعضیا از کارهای کامران خوششون اومد و همون روز چند تا از مجسمه‌هاشو خریدن.
ولی یه چیزی تو دل من آرامش نداشت. هر روز که میگذشت احساس میکردم یه نفر ما رو زیر نظر داره. وقتی توی بازار یا توی خیابون بودیم، یه نگاهی پشت سرم حس میکردم که عادی نبود. بگذریم، هر جوری که بود مغازه رو باز کردیم. کار و کاسبیمون روز به روز بزرگ و بزرگتر میشد. دیگه وضع زندگیمون خیلی خوب بود. خیلی وقتا اون سابکار قبلیمون میومد تو مغازه میشست و یه چایی با هم میخوردیم. بعد از مدتی ما رو به خونه‌شون دعوت کردن و خیلی با هم دیگه دوست شدیم. هر جا یه موقع پول کم می‌آوردیم یا قرض و بدهی داشتیم، اون پیرمرد مهربون بهمون کمک میکرد. شاید اگه کمک‌های اون نبود، من و کامران به اونجا نمی‌رسیدیم و اونقدر پیشرفت نمی‌کردیم. ما توی همون شهر نزدیک روستامون زندگی می‌کردیم. به خاطر همین اون استرس همیشه در کمین من بود. به کامران گفته بودم که وقتی مغازمون بزرگتر شد و پول بیشتری جمع کردیم، لطفاً از این شهر بریم و یه شهر دورتر زندگی کنیم. اینجا من اصلاً امنیت و آرامش نداشتم. همیشه استرس داشتم. نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه ما روز به روز توی شهر معروف و معروفتر میشدیم. وضعمون هم بهتر و بهتر میشد. بعد از مدتی ما هم چند تا کارآموز زیر دستمون استخدام کردیم. بهشون کار یاد میدادیم. خلاصه 2 سال از رفتن من گذشت. هنوز فرصت ازدواج با کامران پیش نیامده بود. ولی خب من و اون فقط روی کار تمرکز داشتیم. قرار بود تا ازدواج برای همه چیز صبر کنیم. همه چیز خوب پیش میرفت و مغازمون پر از مشتری شده بود. یه روز درست وقتی که داشتیم به اوج موفقیت فکر می‌کردیم، اتفاقی افتاد که اصلا انتظارش رو نداشتیم. وسط یه روز شلوغ که کامران داشت با مشتری‌ها صحبت می‌کرد و من مشغول نقاشی روی یکی از تابلوها بودم، صدای آشنای پاهایی که به زمین کوبیده می‌شد لرزه به تنم انداخت. زکریا بود. با 2 تا از نوچه‌هاش وارد مغازه شده بود. منو که دید، چشمش از خشم برق می‌زد. بدون اینکه حرفی بزنه، به طرفم اومد و با صدای خفه‌ای گفت: فکر کردی میتونی فرار کنی؟ نمیتونستم حرف بزنم. ترس تمام وجودمو گرفته بود. کامران سریع به طرف ما اومد و جلوی زکریا وایساد. اما زکریا با یه اشاره به نوچه‌هاش گفت که کامرانو بگیرن. قبل از اینکه بتونه واکنشی نشون بده، اونا کامرانو به گوشه پرت کردن. زکریا دستشو به طرفم دراز کرد و گفت: همین الان با من برمیگردی. من دیگه نمیدونستم چی کار باید بکنم. صدای مردم که از پشت درای مغازه نگاه می‌کردن همه جا رو پر کرده بود. کامران که زخمی شده بود سعی کرد بلند بشه. اما یکی از نوچه‌هاش دوباره بهش لگد زد. احساس می‌کردم همه دنیا دور سرم میچرخید. دیگه نمیتونستم این وضعیت رو تحمل کنم. با یه فریاد بلند گفتم: نه، نمیخوام. من هیچ وقت با تو بر نمیگردم. زکریا با خشم گفت: مگه دست خودت دختر یه هرزه؟ زکریا اصلا به حرفای من و کامران توجهی نمی‌کرد. وقتی کامران بهش گفت ولش کن، فقط با یه پوزخند جواب داد و یه شیء تیز از توی مغازه برداشت. من از ترس سر جام خشکم زده بود. هیچ راه فراری نبود. زکریا با چند تا از نوچه‌هاش اومده بود و مغازه رو محاصره کرده بودن. هر چی جیغ می‌زدن فایده نداشت. هیچکس تو اون لحظه نمیتونست ما رو نجات بده. زکریا به کامران نزدیک شد و اون تیزی رو تهدیدآمیز جلو آورد. اگه نمیخوای اتفاق بدی بیفته، ساکت بمون و با هم بیا. تو این دختر رو باید برگردونم روستا. کامران یه نگاه به من انداخت. پر از شرمندگی و نگرانی بود. اما دیگه هیچ کاری نمیتونست بکنه. به زور ما رو کشیدن و انداختن تو ماشین. همون لحظه فهمیدم که دیگه راه برگشتی نیست. زکریا به قصدش رسیده بود و ما رو به اجبار به روستا برمیگردوند. تمام مسیر از ترس و اضطراب نمیتونستم حتی حرف بزنم. فقط به آینده‌مو فکر میکردم که چطور همه چیز توی لحظه خراب شد. این همه برای آینده‌مون تلاش کردیم، ولی همش توی لحظه دود شد و رفت هوا. وقتی رسیدیم به روستا، همونطور که حدس میزدم خانواده‌هامون جمع شده بودن. زکریا ما رو مثل یه مجرم تحویلشون داد. اولین کسی که جلو اومد مادر کامران بود. چشماش پر از خشم بود. بعدش هم پروانه که کنار مادر کامران وایساده بود رو به من فریاد زد: چی فکر کردی؟ میخواستی از اینجا بری آبروی ما رو ببری؟ هیچ راهی برای دفاع خودمون نداشتم. حتی نمیتونستم حرفی بزنم. زکریا جلو اومد و گفت: باید طبق قانون روستا عمل کنیم. این دختر رو نمیذاریم به راحتی از دستمون در بره. همه چیز به زور و اجبار داشت پیش میرفت. ولی ماجرای وحشتناکتر هنوز در راه بود. بعد از تموم شدن مراسم، زکریا به همه گفت که باید منو به خونه خام ببره. انگار من و کامران
فقط یه بازیچه توی دستشون بودیم. وقتی به خونه بزرگ خان رسیدیم، زکریا با خنده تلخی رو به من گفت فکر کردی از ازدواج با من میتونی فرار کنی؟ حالا میفهمی دنیا دست کیه؟ من ترسیده بودم و فقط به کامران نگاه میکردم که هیچ راهی برای نجات نداشتیم. 2 از افراد زکریا دستشو گرفته بودن و کشون میبردنش به یه اتاق جدا. خان وارد شد. خان با چهره سنگین و نگاه سرد به زکریا گفت این دختر حالا مال توئه. اگه بخوای میتونی هر کاری میخوای باش کنی. ولی قبل از اون باید طبق قانون من رفتار کنی. زکریا خندید و گفت میدونم چی کار باید بکنم خان. بعد به سمتم اومد. دستمو محکم گرفت و منو به زور برد به اتاقی که توش هیچ چیزی جز یه تخت و دیوارای سرد نبود. همون لحظه بود که فهمیدم چقدر گرفتار شدم. زکریا همونجا توی گوشم زمزمه کرد این فقط شروعشه. از امروز به بعد زن منی و هر کاری بخوام باهات میکنم. کامرانم توی اتاق دیگه اذیت میکردن. صدای فریادش میومد و قلبمو پرپر میکرد. خان از دور نگاه میکرد و انگار همه چیز براش نمایش بود. زکریا هر لحظه بیشتر منو تهدید میکرد که اگه حرفی بزنم یا بخوام فرار کنم بلای بدتر از این سرمون میاد. تو اون خونه ما 2 اسیر بودیم و هیچ راهی برای نجات نداشتیم. شب که شد زکریا منو به اتاق دیگه ای برد. خان نشسته بود و با چشماش ما رو زیر نظر داشت. به زکریا گفت حالا نوبت توئه که حق خودتو بگیری. زکریا بهم خیره شد. بعد با همون لحن تهدیدآمیز گفت تا آخر عمرت فراموش نمی‌کنی که کی بهت حکم فرمایی میکنه. و من توی اون لحظه فقط امیدوار بودم که یه معجزه اتفاق بیفته. منو تو اون اتاق سرد و وحشتناک به تخت بسته بودن. خیلی تشنم بود. یه چیکه آب میخواستم اما جرأت درخواست کردنشو نداشتم. خان توی اتاق دیگه بود و صدای کامران که جیغ و داد میکرد و فریاد میکشید از یه اتاق دیگه میومد. کاش میتونستم برای کامران یه کاری کنم. اصلا کاش میتونستم همه گناهو به گردن بگیرم و بگم همش تقصیر من بود و همه فکر من بود. کامران تقصیری نداشت. اما خب اونا دهنمو بسته بودن. زکریا میرفت و میومد هی منو تهدید میکرد. اونا فهمیده بودن که زکریا تو شهر مشغول مجسمه سازی با چوب شده بود. بعد از کمی تمام صداهای داد و فریادهای کامران قطع شد و زکریا قهقه کنان به داخل اتاقم اومد. همون جوری که روی تخت بسته شده بودم و دراز کشیده بودم بهم گفت تو دختر نیم وجبی با این کامران فرار کرده بودی آره؟ حالا ببین به خاطر تو چه بلای سرش آوردیم. 2 نوچه‌های زکریا رسیدن که هر کدومشون به یه طرف کامران چسبیده بود و کشون تو اتاق من آوردنش. من چی داشتم میدیدم؟ تا جایی که میشد کتکش زده بودن و کامرانم از شدت درد از هوش رفته بود. این صحنه رو که دیدم جیغ کشیدم. گریه میکردم و خودم محکم به اون تخت میکوبیدم. اما فایده‌ای نداشت. من توی اون اتاق تاریک و سرد همه چیزو به یاد می آوردم. روزایی که با کامران بودم، زندگی سادمون توی شهر و حالا اینجا محبوس و بی‌پناه. زکریا به تازگی از اتاق خارج شده بود. من توی دلم به خودم میگفتم چجوری همه چیز به اینجا کشیده شد. یکی از نوچه‌ها برگشت و به من گفت که زکریا میخواد منو به اتاق دیگه‌ای ببره. قلبم به شدت میتپید. میدونستم که نمیتونم به زکریا اعتماد کنم. وقتی به اتاق جدید رسیدیم، زکریا با چهره خندون منتظرم بود. توی یه گوشه اتاق کامران رو دیدم بیحال و بیرمق. روی زمین دراز کشیده بود. به خودم لعنت فرستادم که چرا نتونسته بودم اونو نجات بدم. زکریا با یه نیشخند شیطانی گفت حالا که ما به هم نزدیکتر شدیم، بذار یه پیشنهاد برات داشته باشم. بهم گفت اگه پیشنهادمو انجام بدی، شاید دلم به رحم اومد و یکم تخفیف براتون قائل شدم. شاید زنده‌تون گذاشتم. ازش پرسیدم که بگو چی کار کنم. همین جوری که داشت با همین مکالمه وحشتناک ادامه میداد، کامران عاجز و ناتوان روی زمین کنار ما افتاده بود. چشماش نیمه باز بود و به ما 2 نگاه میکرد. دلم براش کباب بود. زکریا بهم گفت ببین، اگه این کاری که بهت میگم و بکنی، قول میدم هر دوتون زنده بمونید. اما در غیر این صورت قولی واسه نمردنتون بهتون نمیدم. ازش پرسیدم چی؟ بگو هر چی که بگی قبوله. زکریا بهم گفت جلوی چشم کارمان لباساتو دونه دونه در بیار. خودت به سمتم بیا و تا آخرشو انجام بده. گفت 2 نوچه‌ام میارم تا کامران نگه دارن
تا مطمئن بشن چشماش بازه و لحظه به لحظه اتفاقاتو باید کامران ببینه. اینجوری تنبیهش میکنم. اینجوری میفهمه که زن پسرعموی بزرگش زکریای بزرگو نباید بدزده. اشک توی چشمام حلقه میزد. وای این آدم چقدر نامرده. کامران فقط قصدش کمک کردن به من بود که بعدش عاشق هم شدیم. زکریا با یه لبخند شیطنت آمیز به من نگاه کرد و گفت فقط کافیه که تو این کارو بکنی و من به قولم عمل کنم. چشمای کامران توی ذهنم میچرخید. نمیخواستم هیچ بلایی سرش بیاد. اما زکریا هم دیگه غیر قابل کنترل شده بود. تو دلم گفتم زکریا هیچ وقت نمیتونه منو وادار کنه این کارو کنم. اما حالا که کامران اونجوری روی زمین افتاده بود، تحمل نداشتم زکریا بلای بیشتری سرش بیاره. هرچی بیشتر به کامران نگاه میکردم، بیشتر قلبم درد میگرفت. زکریا گفت نگو که بهت نگفتم. حالا یا این کارو میکنی یا هر دو نفر شما رو به خاطر اینکه کمکاری کردی زنده نمیذارم. گفت شایدم به جاش یه بلای بدتری سر کامران جونت آوردم. اون موقع دیگه حتما میمیره. نوچه‌هاش به طرف کامران رفتن و با چنگ بهش محکم نگهش داشتن. منم بین دوراهی قرار گرفته بودم. تنم لرزید و قلبم تون میزد. وقتی زکریا صدای تمسخر آمیزش رو بالا برد و گفت حالا شروع کن، تمام وجودم تیر میکشید. انگار با این کارش میخواست کامران رو بیشتر تحقیر کنه. دستام شروع به لرزیدن کرد و توی یه لحظه مثل کسی که دیگه چاره‌ای نداشته باشه زکریا با بیرحمی گفت آفرین. حالا باید مطمئن بشم که کامران این لحظه رو فراموش نمیکنه. بلند شد و یه لگد به پهلوی کامران زد تا از هوش نره. لباسای یکی از تنم در اومد. با هر دکمه‌ای که باز می‌کردم انگار یه تیکه از روح و جونمو میکندم. اشکام میچکید و به کامران نگاه می‌کردم. معلوم بود که دردش از جسمش فراتر رفته. سرشو پایین انداخت و به آرومی گفت لیلا لطفاً. اما زکریا با خنده گفت ببین بازم داری شلبازی در میاری. دیگه وقتت تموم شده. یکی از نوچه‌هاش به سمتم اومد و منو توی بغلش گرفت. صدای کامران از دور شنیدم که فریاد میزد نه. خواهش میکنم نذار. من توی دل خودم فریاد زدم چرا من باید این بلا رو تحمل کنم؟ اما زکریا بیرحمانه به من گفت حالا زمان حساب پس دادن رسیده. احساس میکردم همه چیز به تاریکی میره. زکریا با خودخواهی و بیرحمی تمام به زندگی من و کامران پایان میداد. من چه غلطی کردم که به این روز افتادم؟ نوچه زکریا منو محکم گرفته بود. دیدن کامران تو اون حال و روز برای من غیر قابل تحمل بود. صورتش رنگ پریده بود و چشماش به بدبختی باز بود. همون لحظه زکریا و نوچه‌هاشو می‌دیدم که به ما می‌خندیدن و تحقیرمون می‌کردن. همونجور که یکی از نوچه‌های زکریا منو گرفته بود، یکی دیگه از نوچه‌هاش هم در حال باز کردن دکمه‌های لباسم بود. من مقاومت می‌کردم و می‌دیدم که گوشه چشم کامران همینجور داره اشک سرازیر میشه. لباسامو دونه بدونه درآوردم و حس خجالتی بهم دست داد که وصف شدنی نیست. مثل همون روزی که توی نوجوانی منو به زور جلوی بقیه بردن و ختنم کردن. وقتی که تمام لباسمو درآوردن، زکریا کمربند شلوارشو باز کرد و با اون کمربند انقدر منو زد که جونی توی بدنم نمونده بود. تمام بدن برهنم از شدت کتک‌های زکریا سرخ شده بود. وسط اون شلاقه هاشون یهویی خان درو باز کرد و اومد تو اتاق. من و کامرانو تو اون وضعیت ناجورمون دید. خان به زکریا گفت بس دیگه، ولشون کنید. تا خانو دیدم خودم با دستام پوشوندم. خان به نوچه‌ها گفت که یکیشونو ببرید تو اون اتاق و یکیشونو ببرید توی اتاق دیگه. یعنی در هر صورت می‌خواستم من و کامران از هم دیگه جدا باشیم. منو بردن توی اتاق، دستامو با زنجیر بستن. بعدش هم یه زنجیر به پاهام بستن و انتهای اون زنجیر رو به یه گوشه از دیوار متصل کرده بودن. داشتم از حال میرفتم. خان با دستای خودش اومد تو اتاق و یه کاسه آب و یه کاسه لوبیای پخته دستش بود. به آرومی گفتم که من نمیخوام، ببرید به کامران بدید. خان گفت نگاه چقدرم که هنوز از عشق کامرانش دست بر نمیداره. خان گفت برای اونم میبریم، نگران نباش. ولی دختر دست از این عشق عاشقی بازی‌ها بردار. چند وقت دیگه قراره به طور رسمی عروس زکریا بشی. تموم کن همه اون اراجیفا. باورم نمیشه که انقدر پررویی که سعی کردی از روستا فرار کنی و بری یه زندگی تازه رو شروع کنی. ولی باری کلا داری. آفرین به تو. تونستی توی شهر جا باز کنید و مغازه بزنید. خان گفت که من حتما یه چیزی میدونم که نمیذارم شماها اونجا برید. یه نگاه به خودت بکن، یه نگاه هم به دخترای ایرانی بکن. تو پوست سیاه، قیافت زشته، اصلا شبیه اونا نیستی. هیچ کس با این قیافه تو رو توی شهر قبول نمیکنه.
تو فقط باید توی روستا بمونی و از قوانین من پیروی کنی. با صدای آروم و بریده و نفس زنان گفتم ولی اون آدما توی شهر به ما جا دادن، زندگی دادن. خان یه لگد توی پام زد. جیغ کشیدم و گفتم مگه تو پدر بزرگ من نیستی؟ چطور میتونی با من این کارو کنی؟ خان گفت من برای فامیل و غیر فامیل تبعیض قائل نمیشم. کسی پیش من مرتبه بالاتر و ارزش بهتری داره که از قوانینم پیروی کنه و هیچ وقت سرپیچی نکنه. خان گفت اون دختر پری رو یادته با همدیگه 3 نفری با دختر خاله پری اومده بودید و به قوانین من اعتراض میکردید. بعد از اون تنبیه و کتکایی که بهش زدم آدم شد. دیگه سرپیچی نکرد. خان گفت پس نتیجه میگیریم که روشای من جواب میده. گفتم که تو فقط یه دیکتاتوری که بقیه از ترس تو جرأت انجام هیچ کاری رو ندارن. تو ما رو زندانی کردی ولی ما بردت نیستیم. یه روزی از دستت فرار میکنم. حالا ببین. خان خنده کرد و از اتاق بیرون رفت. همون موقع صدای آروم و مظلوم کامران رو میشنیدم که آروم میگفت لیلا، لیلا. صدای ضعیف کامران از اون اتاق کناری میومد. تمام وجودم از درد میسوخت. اما اون لحظه تنها چیزی که تو ذهنم بود این بود که چطور از این جهنم دره فرار کنم. توی تاریکی اتاق با دستای بستم زنجیره‌ای که دور مچم پیچیده بودن رو حس می‌کردم. قلبم تون می‌زد. حالم از این اتاق کثیف و بوی نموناش به هم می‌خورد. حتی یه موش رو دیدم که از کنارم رد شد و جیغ زدم. اما برای کسی مهم نبود. همیشه می‌دونستم که زندگی توی این روستا سخت و بی‌رحمه. ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روز کارم به اینجا برسه که توی یه اتاق تاریک و سرد مثل یه زندانی باشم. صدای خان هنوز تو گوشم میپیچید. تو باید توی روستا بمونی. شهر برای آدمایی مثل تو نیست. اون وقتی بچه بودم همیشه فکر میکردم خان پدر بزرگیه که ما رو دوست داره و همیشه به فکر ماست. اما حالا که بزرگ شدم میفهمم که اون فقط به فکر خودش و قوانین بیرحمانشه. فکر فرار دوباره تو ذهنم شکل گرفت. اما با این زنجیرا، با این شرایط چطور میشد؟ همینطور که توی فکر بودم صدای در دوباره بلند شد. در با صدای تقی که یکی از نوچه‌های خام بود باز شد و تقی اومد تو. چهره‌ش رو توی نور ضعیف چراغ دیدم. بهم نزدیک شد و با صدای خشن گفت خان گفته وقتشه که برای تنبیه بزرگت آماده بشی. فردا اول صبح میبریمت. فریاد زدم تنبیه بزرگ؟ همین کارهایی که با هم کردید بس نبود؟ این کتکایی که زکریا بهم زد؟ این کارهایی که با عشقم کامران کردین؟ شب شد و هرچی تلاش میکردم بخوابم خوابم نبرد. به این زندگی پوچ و سرنوشتم فکر میکردم. فردا صبحش هوا که هنوز تاریک بود اومدن سراغم. چشمام از درد و بیخوابی باز نمیشد. وای صدای در زنگ زده اومد. وقتی که باز شد تقی و چند تا از نوچه‌هاش اومدن تو. هنوز بدنم از کتکایی که زکریا با کمربند زده بود درد میکرد. بلندم کردن و دستامو دوباره با زنجیر بستن. پاهایی که هنوز از لگد خان درد میکرد. سست و بیجون دنبال بدنم کشیده میشد. وقتی بردنم وسط روستا هوا سرد بود و سنگینی صبحگاهی توی هوا حس میشد. همه جمع شده بودن. انگار منتظر بودن. صدای پچ مردم به گوش میرسید. زنا توی چادرای رنگ رو رفتشون و مردا با صورتای آفتاب سوختشون ایستاده بودن و چشم دوخته بودن به من. قلبم تون میزد. بدنم میلرزید. نمیدونستم قراره چی بشه. ولی از نگاهاشون میشد فهمید که چیزی که در انتظارمه خیلی دردناکه. وسط میدون خاکی روستا منو بردن زنجیر رو دور مچ دستام و پام پیچوندن و صف کردن. تمام بدنم میلرزید ولی نه از سرما بلکه از ترس. نمیدونستم قراره چه بلایی سرم بیارن. صدای نفسهای سنگین مردم که دورم حلقه زده بودن تو گوشم بود. ولی هیچ کدوم چیزی نمیگفتن. حتی یه نفر نبود که برام دل بسوزونه یا اعتراض کنه. حتی پروانه پدرم، خواهر برادرای ناتنیمم اونجا بودن. اما همشون با تأسف بهم نگاه می‌کردن. فقط پری بود که ذره ذره برام اشک میریخت. انگار همه به این ظلم سرخم می‌کردن. یه مرد اومد جلو، صورتش زیر آفتابی نیمه گرم صبحگاهی برق می‌زد. اون مرد با آرومی قدم برداشت و جلو اومد. همه با نفسای حبس شده نگاه می‌کردن. یه لحظه چشمامو بستم. از ته دل دعا کردم که این فقط یه کابوس باشه. اون مرد که یکی از نوچه‌های خام بود جلو اومد و گفت این دختر درس عبرت بقیه دخترای روستا باشه. هر کسی بخواد ذره‌ای از قوانین خان سرپیچی کنه، عاقبتش مثل این دختر میشه. دیگه صداهای مردم، زنجیرا، حتی زمین زیر پامو حس نمی‌کردم.
گریه می‌کردم و فریاد می‌زدم. اونجور که فکر می‌کنم تا دورترین نقطه روستا هم صدای جیغم شنیده می‌شد. درد چنان شدید بود که حس کردم آتیش داره از داخل بدنم شعله می‌کشه. صدای گریه و التماس کردنم با باد سرد صبحگاهی به هر گوشه‌ای از روستا می‌رسید. ولی هیچ کس جلو نمی اومد. همه فقط نگاه می‌کردن. نگاهایی که پر از ترس و سنگدلی بود. هیچ کس حاضر نبود جلو بیاد و حتی کلمه‌ای بگه. تو اون لحظات همه خاطرات گذشته از جلوی چشمم رد شد. از روزی که توی این روستا به دنیا آمدم تا همین لحظه‌ای که این وسط درس عبرت بقیه شده بودم که شاید این پایان من بود. بی‌حس شده بودم. حال بدی توی دلم داشتم که وصف شدنی نبود. دیگه فریادی از گلوم بیرون نمی اومد. صدای مردم حالا واضح تر بود ولی چیزی نمی گفتن. تنها کسی که از اون جمع بیرحم با من مهربون بود پری بود. اشکای بیوقفه روی گونه‌هاش جاری بود ولی میدونستم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد. حتی پدرم همونجا بود. اما اونم سکوت کرده بود. بعد از چند دقیقه انگار همه چیز تموم شد. مردم کم کم از دورم پراکنده شدن. انگار که وظیفه‌شون انجام داده باشن. هیچ کس نمیخواست بیشتر از این بمونه. صدای زنجیره‌ای که باز میشد برام مثل آزادی نبود. بدنم بی‌حس و ضعیف روی زمین افتاد. هنوز از درد میلرزیدم ولی دیگه توان هیچ حرکتی نداشتم. پری اومد کنارم نشست و سرمو توی دستاش گرفت. اشکاش روی موهام چکید ولی من چیزی نمیدیدم. فقط حس می‌کردم که دنیا برای همیشه تغییر کرده. بعدش هم نوچه‌های خان اومدن و دوباره منو به اون اتاق نکبت تو اون خونه خرابه بردن. بعد از اینکه دوباره دستمو با زنجیر به دیوار اون خونه مخروبه بستن، دیگه هیچ امیدی به آزادی نداشتم. هر بار که در باز میشد، قلبم به تپش میافتاد. نوچه‌های زکریا با چهره‌های خشن و خیره به من نگاه می‌کردن. هیچ کس برای نجاتم نمی اومد. اونا حتی اجازه نمیدادن از اتاق بیرون برم و وقتی به دستشویی نیاز داشتم مجبور بودم تو همون اتاق کنار خودم دستشویی کنم. بوی زننده و شرم‌آور اتاقو پر کرده بود. کامرانم توی اتاق بغلی پشت در با زنجیر بسته شده بود. صدای زنجیرش توی تاریکی شب به گوشم میرسید. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که چطور صدای فریادش شنیدم. وقتی نوچه‌ها بهش حمله کردن قلبم به درد اومد. اونم اذیت می‌کردن. احساس می‌کردم که همه چیز از دست رفته. یه شب وقتی صدای جیغ کامران توی سرم میپیچید، من به دیوار تکیه دادم و گوش سپردم. احساس می‌کردم تمام وجودم از درد و شرم پر شده. با گذر زمان هر روز بیشتر از روز قبل خسته و ناامید می‌شدم. حتی وقتی زنجیراشونو روی دستام حس می‌کردم، دیگه برام عادی شده بود. توی محیط بسته من فقط به یاد کامران و اینکه چطور میتونیم از این وضعیت بیرون بیاییم بودم. در عمق تاریکی صداهای کامران رو میشنیدم که سعی میکرد بهم امید بده. تاریکی اتاق به طرز عجیبی برام آشنا شده بود. دیوارا، چهره‌های نوچه‌ها، صدای ضعیف کامران که همچنان سعی میکرد به من امید بده. همه چیز توی مغز من میچرخید. صبح روز بعد خان به اتاقم اومد. با صدای بلند و تحقیرآمیزش گفت چه بوی گندی گرفتی؟ صدای ترسناکش توی گوشم پیچید. بعد یکی از خدمتکارا رو صدا زد. با بیرحمی به من اشاره کرد و گفت کمکش کن یکم خودشو بشوره. خدمتکار با بیمیلی شروع به شستن من کرد. هر قطره آب که به تنم میخورد احساس شرم و ناامیدی بیشتری به من میداد. نمیدونستم چه بلایی در انتظارمه، ولی میدونستم که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم. وقتی کارش تموم شد، 2 تا از نوچه‌ها منو کشیدن و به سمت خونه زکریا بردن. وقتی درو باز کردن، فضایی که با سردی و نفرت پر شده بود به صورتم هجوم آورد. زن اول با چهره خشن و سرد به من گفت زود باش که خیلی کار داریم. زن دومش با لحنی تحقیرآمیز گفت دختر خراب، معلوم نیست چه غلطایی با کامران کردی. حالا میخوای زن زکریا بشی؟ نمیدونستم باید چی بگم. فقط ایستاده بودم و به چهره‌های خشمگینشون نگاه میکردم. اونا به من نزدیک شدن و یکی از اونا به صورت من اشاره کرد و گفت این چه حالتیه؟ فکر کردی میتونی از دست ما فرار کنی یا از زیر کارا در بری؟ دلم میخواست فریاد بزنم اما نمیتونستم. صدای بغضم توی سینم خفه شده بود. یهو یکی از زنا به من گفت حالا بریم، باید زکریا رو ببینی. این جمله مثل پتکی به سرم خورد. من هیچ وقت نمیخواستم به اون نزدیک بشم. چشمام پر از اشک شد ولی حتی نمیتونستم گریه کنم.
وقتی به اتاق زکریا رسیدیم، حس می‌کردم تمام دنیا دورم میچرخه و من فقط تماشاچی این تراژدی هستم. در باز شد و چهره زکریا با چشمای تیز و خشمگین به من خیره شد. وقتی وارد اتاق زکریا شدم، همه چیز به هم ریخته بود. اتاق پر از بوی سیگار و نوشیدنی‌های الکلی بود. زکریا با اون لبخند مسخرش به من نگاه می‌کرد. آهان دختر خوشگله، بالاخره اومدی؟ احساس می‌کردم تمام بدنم از وحشت می‌لرزه. زکریا گفت می‌خوای زن من بشی یا نه؟ این جمله رو با نیشخند گفت و منو به شدت به یاد تمام بلایی که سرم اومده بود میانداخت. زنای زکریا دورم حلقه زده بودن و با چشمای کنجکاو و پر از تمسخر به من نگاه می‌کردن. یکیشون گفت زکریا بهش بگو که دیگه از این به بعد باید خدمتکار تمام وقت من بشه. صدای خنده‌هاشون توی گوشم میپیچید. به یاد کامران افتادم. اینکه چطور توی این همه درد و رنج کنارش بودم. نمیدونستم چی بگم. فقط میخواستم از اونجا فرار کنم. یکی از زنا دستشو به طرف من دراز کرد و گفت بیا بریم. باید بهت نشون بدم چطور باید با زکریا رفتار کنی. منو به سمت یه اتاق دیگه کشوندن. باورم نمیشد که به این روز افتادم. هیچ راهی برای فرار نبود. حس می‌کردم دنیای من داره از هم میپاشه. صدای زکریا از دور به گوشم میرسید. به زن اولش گفت به گردن لیلا قلاده ببندید. دیگه هیچ چیزی برای از دست دادن نداشتم. همسر اون زکریا یه چیزی مثل قلاده انداخت گردنم. هی بهم دستور میداد. زندگی مثل کابوس شده بود و حالا فقط انتظار میکشیدم تا ببینم زکریا چه بلاهایی سرم میاره. تمام روز مشغول انجام خواستای اون زنا و زکریا بودم. هر لحظه بیشتر از قبل به یاد کامران و روزایی که با هم گذرونده بودیم میافتادم. آرزو میکردم به روزای قبل برگردم تا بتونم یه بار دیگه با کامران باشم. زنا بند قلاده‌ای که تو گردنم بود و تو دستشون گرفته بودن و منو به اتاقی کشوندن که باید کار میکردم. همسر دوم با صدای بلند گفت زود باش دختر، باید این اتاق تمیز کنی، فرشا رو بشوری، لباسامونو بشوری و خیلی کارهای دیگه. انگار سادیسم داشتن و میخواستم موقع انجام دادن این کارا با گرفتن اون قلاده منو تحقیر کنن. من ذره جون توی بدنم نبود. به سختی اون کارایی که میگفتن و انجام میدادم. چه برسه به اینکه بخوام مقاومتی در برابرشون نشون بدم. از صبح تا شب مثل یه خدمتکار به کاراشون مشغول بودم. به قدری خسته شده بودم که دیگه توان وایستادن نداشتم. زنای زکریا همش کنارم بودن و تناب اون قلاده رو گرفته بودن و نظارت میکردن که کارا رو درست انجام بدم. یکی از اونا گفت اگه خوب کار نکنی زکریا میاد و حسابی بهت نشون میده. باید فرشا رو میشستم و با هر ضربه جارو حس میکردم که توی آب و کف فرش غرق میشم. حتی وقتی میخواستم به دستشویی برم اجازه نمیدادن. میگفتن همزمان که زنجیر قلادت توی دست ماست باید دستشویی کنی. مجبور بودم توی همون اتاق کار کنم و تحمل کنم. احساس میکردم که هیچ حرمت و حریم شخصی برام وجود نداره. مدام مورد تمسخر و توهینشون قرار میگرفتم. هر بار که کارم تموم میشد بازم به من میگفتن که کار بیشتری برای انجام دادن هست. دیگه نه فقط جسمم بلکه روحم هم از این همه فشار و بیرحمی خسته شده بود. توی اون اتاق مثل یه عروسک بیرو فقط کار میکردم. خلاصه شب شد و به دستور خان دوباره به اون خونه‌ای که توش سراسر نفرت بود برگشتم که یهو صدای جیغا و فریادای وحشتناکی رو شنیدم. صدای کامران بود. اون زکریای نامرد، اون زکریای آشغال داشت به کامران من، عشق من دست‌درازی میکرد. قلبم به تپش افتاد. وحشت کردم و به سمت منبع صدا دویدم. زکریای آشغال با اون چهره زشت و وحشتناک روی کامران نشسته بود. زکریا بهش گفت تو فکر کردی میتونی از من فرار کنی؟ حالا وقتش رسیده که بفهمی چه کارایی از دستم بر میاد. هم کار خودتو میسازم، هم کار لیلا رو. کامران به سختی تلاش میکرد خودشو از زیر فشار زکریا بیرون بکشه، اما نمیتونست. فریاد زدم زکریا، التماست میکنم، به پات میافتم، این کارو نکن. اما صدای من اصلا به گوش زکریا نمیرسید. زکریا با تمسخر به من نگاه کرد و گفت آره، حالا تو هم میخوای به من یاد بدی چی کار کنم؟ حساب تو جداست، نگران نباش، خدمت تو هم میرسم. وحشت توی وجودم اومد و میخواستم به زودی این کابوس تموم بشه. زکریا با آرومی به صورت کامران نزدیکتر شد و گفت این تازه اولشه. دستمو به سمت کامران دراز کردم و دویدم به سمتش. وقتی زکریا با یه حرکت منو به عقب هل داد، صدای جیغ و فریاد کامران به گوشم میرسید و من توی این لحظه حس میکردم که به هیچ وجه نمیتونم کمکش کنم. دلم میخواست فریاد بزنم، اما هیچ صدایی از گلوم بیرون نمیومد.
همه چیز توی ذهنم تیرو و تار شده بود. احساس می‌کردم توی تاریکی گم شدم. زکریا با چهره راضی و خبیث به کامران هجوم می‌آورد و من نمیتونستم ازش محافظت کنم. کامران داد میزد لیلا، خواهش میکنم اینجا برو. حق داشت. هیچ مردی دوست نداره زن مورد علاقش همچین صحنه‌هایی رو ببینه. تمام امیدها و آرزوهام دونه دونه از بین میرفتن. تصمیم گرفتم دیگه نه آب بخورم نه غذا. مرگ بهتر از این زندگی نکبت بود. زخمایی که روی صورتم بود هر لحظه بیشتر و بیشتر میسوختن. وقتی که اشکام روی زخمام میریختن، سوزششون به حدی میرسید که دلم میخواست جیغ بزنم. هر بار که به کامران فکر میکردم، بغض سنگینی توی گلوم میشست و درد زخمام دوچندان میشد. ساعتها توی تاریکی و سکوت اتاق با گریه میگذروندم. زکریا هر روز به من یادآوری میکرد که هیچ راه نجاتی وجود نداره. صدای خنده‌های زکریا و زناش توی گوشم میپیچید و هر کلمه‌شون مثل پتکی به سرم میخورد. اونش نشونی از رحم و مروت نداشتن. هر روز در تلاش بودن تا بیشتر منو به زانو بیارن و تحقیرم کنن. تصمیمم قوی‌تر شد. اینجا جایی برای امید وجود نداشت. میدونستم اگه به زندگی ادامه بدم فقط بیشتر زجر میکشم. هیچکس نمیخواست بفهمه که من چی میکشم و زخمای عمیق روحیم چقدر دردناکتر از زخمای جسمیم بودن. با گذر زمان از سرما و گرسنگی احساس ضعف میکردم. اما هیچکس بهم اهمیت نمیداد. زکریا با همون لبخند پلیدش هر روز به من یادآوری میکرد که هیچ ارزشی ندارم. روزا و شبا به هم میچسبیدن و من توی جهنمی از تاریکی و بیرحمی غرق شده بودم. در میونه این تاریکی دلم میخواست فقط این درد به پایان برسه. هیچ راه فراری جز مرگ نبود. روزا به هفته‌ها تبدیل شدن و من توی این اتاق تاریک مثل یه جنازه باقی مونده بودم. مرگ برای من دیگه آرزو نبود، بلکه تنها راه نجاتی بود که میتونستم به اون فکر کنم. تصمیم گرفتم خودم رو خلاص کنم. صدای در دوباره اومد. نوچه خان تعقیب اتاقم وارد شد. موقع نهار بود و مثل همیشه برام یک کاسه لوبیایی پخته و یک کاسه آب آورد. پوزخندی بهم زد و ظرفا رو گذاشت کنارم و رفت. وقتی که مطمئن شدم رفته، کاسه لوبیا رو برداشتم. لوبیاهاشو یه گوشه خالی کردم و با تمام وجودم کاسه رو به زمین کوبیدم. هر تیکه از شیشه‌هاش یه طرف افتاد. یه تیکه رو برداشتم و روی دستم کشیدم. اما فایده نداشت. باید محکم‌تر انجامش میدادم. دوباره تکرار کردم و روی دستم کشیدم. این دفعه نتیجه داد و افتادم روی زمین. کم کم داشتم هوشیاریمو از دست میدادم. یهو دیدم خان بالا سرمه. بعدش دیگه یادم نمیاد چی شد. وقتی که به هوش اومدم دیدم چند نفر بالای سرمن که یکیش طبیب روستا بود. دستمو پانسمان کرده بود. طبیب از اتاق بیرون رفت و من و خان تنها شدیم. خان بهم گفت فکر کردی تاوان اون اشتباه بزرگی که انجام دادی و پس دادی؟ فکر کردی با مرگ میتونی از دست من فرار کنی؟ نه دختر جون، من و تو حالا با هم کار داریم. وقتی که تمام تنبیه‌هایی که برات در نظر گرفتم تموم شدن، همسر زکریا میشی. تا آخر عمرت کنیزش میشی. گیج بودم. اینا منو از مرگ نجات دادن که خودشون یه بار دیگه منو از بین ببرن. اینا چه آدمایی هستن؟ کاش یکی میرسید و منو نجات میداد. بعد چند ساعت حالم بهتر شد و نوچه‌های خان منو دوباره به همون اتاق کذایی بردن. فقط اینو یادمه که خان بهم گفت فردا برای آخرین و بزرگترین تنبیهت آماده باش. بعد اون تنبیه دیگه کاری باهات ندارم و میذارم زن زکریا بشی و زندگی تو بکنی. اصلا نمیدونستم چی میگه. متوجه حرفش نمیشدم. انقدر صورتم و دستم و تمام بدنم درد میکرد که دیگه برام مهم نبود میخواد چه بلایی سرم بیاره. تا صبح تقریبا نیمه بیهوش بودم. وقتی که به هوش اومدم نوچه‌های خانو دیدم که بازوهامو گرفته بودن و منو به خونمون بردن. از طرف دیگه دیدم که 2 نوچه دیگه هم کامرانو دارن پشت سرم میارن. زکریام با اون شکم گندش پشت سرمون راه افتاده بود و میومد. رسیدیم خونه پدریم و پروانه رو دیدم که بی تفاوت بهم نگاه میکنه و تأسف میخوره. حتی براش یه درصدم اهمیت نداشتم. حتی با خودش نمیگفت همون دختریه که بزرگش کردم. مثل یه غریبه بود برام. ای کاش مادر واقعیم زنده بود. اون موقع هیچ وقت نمیذاش که این بلاها سرم بیاد. یکی از نوچه‌ها گفت به دستور خان همه بچه‌هات و خودت از خونه برید بیرون. پروانه و بچه‌ها بیرون رفتن. بعدش هم منتظر بابام شدم. بابام سر زمینه کشاورزی بود. نمیدونستم دیگه چه بلایی قراره سرم بیاد. یکیشون رفت بابامو سر زمین صدا زد و همراه بابام به خونه اومدن. یه چیزایی در گوش بابام گفتن و بابام همون موقع اشک توی چشمش جمع شد. اولش مخالفت کرد. بعدش گفتن این دستور خانه. اگه انجام ندی میدونی که خان چه بلایی سر تو و کل خانوادت میاره. نمیدونستم جریان از چه قراره.
استرس داشتم. باید چیکار میکردم؟ مگه بلای دیگه مونده بود که اینا سر من نیارن؟ وارد خونه شدیم. بدن بیجون کامران یه طرف انداختن. زکریا برای خودش صندلی گذاشت بالای خونه و روش نشست. نمیدونستم قراره چی بشه تا اینکه منو خوابوندن و دست و پامو بستن. فهمیدم یه اتفاق بد قراره بیفته. تپش قلبم شروع شد. از همون لحظه مرده بودم و اینا رو نمیدیدم. در خونه رو قفل کردن. یکی از نوچه‌ها بابامو به سمت من هل داد. بابام شلوارشو پایین کشید و به سمت من اومد. جیغ کشیدم. نه اجازه نمیدم. چیکار میخواید بکنید؟ نمیذارم. و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد. اونم جلوی چشم عشقم کامران. من و کامران دیگه نمیتونستیم توی همدیگه نگاه کنیم. از همدیگه خجالت میکشیدیم و دیگه حتی اگه همه چی خوب بشه فکر نکنم ارتباطمون مثل قبل بشه. اون پدری که هیچ وقت بهم توجه نمیکرد الان ما داشتیم چیکار میکردیم؟ من نمیفهمم این خان چه آدمیه. اصلا مگه انسانیت سرش نمیشه؟ اون لحظه که با پدرم بودم داشتم فریاد میکشیدم و بدترین لحظات عمرمو تجربه میکردم. دنیا برام تیرو و تار شده بود. دیگه دلم نمیخواست نفس بکشم. بعدش یه اتفاق بدتری افتاد. زکریا بابامو کشید کنار خودش اومد. کامران از شدت بیجونی روی زمین افتاده بود و ذره ذره اشک میریخت و چشماشو میبست که اون صحنه رو نبینه. بعد از اینکه کار زکریا با هم تموم شد، منو همونجوری کثیف و سر و گردن زخمی وسط روستا انداختن و کامرانم دوباره بردنش که زندانیش کنن. همونجوری که وسط روستا افتاده بودم، پری اومد سمتم و سعی کرد منو به خونش ببره. قبول نکردم و گفتم نمیام. آخه شوهر پری یکی بدتر از زکریا بود. اگه میفهمید پری به من پناه داده، قطعاً حسابشو میرسید. تا شب همونجا وسط روستا زیر یه درخت آواره و سرگردون مونده بودم. منتظر بخت شومم بودم. شومتر از وضعیت الانم که دیگه نمیشد. من دیگه از هیچی نمیترسیدم چون بدترینش سرم اومده بود. آخره شب شده بود و حدوداً 11 و 12 شب بود که دیدم ماشینای پلیس از شهر اومده بودن. دور تا دور روستا رو گرفته بودن. اصلا نمیدونستم چی شده. یکی از خانمایی که همکار پلیسا بود یه پتو آورد و منو دورش پیچید و سوار ماشینشون کرد. زیر لب آروم میگفتم کامران. گفت نگران نباش دخترم، اونم میاریم. اول نفهمیدم چی شده. احساس کردم که من توی اون دنیامو فرشته نجات اومده کمکم کنه. ولی روز بعدش متوجه شدم که صاحبکارمون همون پیرمرد مهربونی که چندی ماه به ما کار داد، جا داد و کمکمون کرد مستقل شیم و مغازه بزنیم. توی این مدتی که نبودیم همش دنبال ما بوده. از حرفای کامران فهمیده بود که توی یه روستا اطراف شهر زندگی میکنیم و همه روستا رو گشته بود. از قضا موقعی که من وسط روستا بودم و نوچه خواندش برای مردم روستا سرنوشت شوم منو توضیح میداد، اون پیرمرد شاهد همه صحنه‌ها بود و طی مدت داشت تلاش میکرد که به پلیس اطلاع بده. پلیس هم چند روز طول کشید که تحقیق کنه و واقعیت حرفشو بفهمن و با چند تا از مردم روستا صحبت کرده بودن. اونا هم جریان خان و دیکتاتوریا و کارهای وحشتناک خانو گفته بودن. اون شب منو کامران سوار ماشین پلیس کردن و به بیمارستان بردن. هر دومون چند هفته توی بیمارستان بستری بودیم که یکم حالت عادی پیدا کردیم. اما منو کامران دیگه نمیتونستیم توی همدیگه نگاه کنیم. مثل قبل نمیشد. وقتی که به هوش اومدم و اونجا رفتم، کامران هنوز یه هفته دیگه باید بستری می بود. همون بهتر که روم تو روش باز نشه. صاحبکار کارهای هنریمون اومد پیشم و کل اتفاقاتو با جزئیات براش تعریف کردم و زار زدم. خیلی برام ناراحت شد، اما بهم اطمینان داد که دیگه تموم شده. بهم گفت که خان، نوچاش و زکریا و هر کسی که تو اون روستا تو این کار دخیل بوده، حتی پدرت، به بازداشتگاه افتاده. بهش گفتم اما بابام برای چی؟ اونم خان مجبور کرده بود که اون کارا رو بکنه. بهم گفت دخترم، یه پدر حتی اگه مجبورش کنن، حتی اگه بخوان از بین ببرنشم، هیچ وقت نباید اون کارو با دخترش کنه. ما نتایج پزشک قانونی که از تو کامران گرفتیم و به دادگاه دادیم. دادگاه هم حکم زکریا رو صادر کرد و حکمش قصاصه. خانم یا حبس ابد میخوره یا اونم حکم زکریا رو میخوره. خیالم راحت شد که این دوتا موجود دیگه روی زمین صاف برای خودشون راه نمیرن. میخواست بهم دلگرمی بده. بقیه آدمای روستا هم مورد بازجویی قرار گرفتن. به فکر این افتادم از زنای زکریا و هر کس دیگه که در حقم نامردی کرده شکایت کنم. اما حتی ارزش این کارم نداشتن. پیرمرد بهم گفت که تو و کامران دوباره یه روزی به هم برمیگردید. گفتم که نه، اصلاً همچین چیزی امکان پذیر نیست. با توجه به چیزایی که از هم دیگه دیدیم، یه حرمتای شکسته شد که نباید میشکست. اون پیرمرد بهم گفت که زمان همه چی حل میکنه. باهاش رفتیم به خونه‌ای که با زکریا خریده بودیم. چندین ماهی بود که توش نیامده بودیم. همه جا رو خاک و تار عنکبوت گرفته بود.
گفت که به خانمم میگم بیاد خونتو برات تمیز کنه و کمکت کنه. اما بهش گفتم که من بعد این همه دیگه قصد ندارم اینجا زندگی کنم. نمیتونم تحمل کنم تمام اون خاطراتی که با کامران داشتم تو این خونه بود. تصمیم گرفتیم که خونه رو بفروشیم و سهم من و کامران از هم دیگه جدا بشه. همینطور وسیله‌ای که توی مغازه بود. البته مدت اجارهش تموم شده بود و اون پیرمرد تمام وسیله‌ای که کار دست من و کامران بود و به کارگاه خودش برده بود. نصف پول خونه و وسایل خونه رم همراه با چیزایی که خودم ساخته بودم و گرفتم تا برم سر زندگی خودم. دیگه نمیخواستم هیچ وقت با کامران روبرو بشم. اصلا حوصله کار کردن یا ذوق نقاشی کشیدن نداشتم. اما چاره چی بود؟ باید پول در می آوردم تا از گرسنگی نمیرم. یه خوابگاه که اتاق کوچولو داشت و برای خودم اجاره کردم و اون پیرمرد مهربون بهم رنگ و ابزارات نقاشی رو داد. من نقاشی می‌کشیدم، تابلو می‌کشیدم و می‌ذاشتم توی کارگاه اون پیرمرد. اونم برام میفروخت و پولشو بهم میداد. زندگیمو اینجوری سر می‌کردم و تصمیم گرفتم مدرسه رو شروع کنم. البته دیگه امیدی برای ادامه دادن نداشتم. اما پیش روانشناس میرفتم و روان درمانی میشدم. اون بهم گفت که تو مجبوری و تو محکومی به ادامه دادن و زندگی کردن. به خاطر همین به گفته روانشناسم عمل کردم و مدرسه رو شروع کردم. کل دبستان از پایه اول تا ششم رو توی 2 سال تموم کردم. راهنمایی هم توی 2 سال خوندم. دبیرستان بزرگسالان رو هم توی 2 سال و نیم تموم کردم. یعنی اون دختری که سواد نداشت، حتی تا به حال به چشم خودش شهر رو ندیده بود و این همه آزار دیده بود، توی 6 سال و نیم دیپلمش گرفت. اون روزا هنوز به کامران فکر می‌کردم، اما میدونستم که دیگه نباید باش روبرو شم. خیالم از اینکه اون پیرمرد صاحب کارگاه هواشو داشت راحت بود. تو همه اون سالا میشنیدم که کامران کنار اون پیرمرد مهربون کار میکنه. بعد فهمیدم که همون حصیر بافی و ساخت مجسمه‌های چوبی رو ادامه میده. واقعا بهش افتخار میکردم. اما خب خیلی قلبم واسش درد میگرفت. بعد از گرفتن دیپلمم توی کنکور هنر شرکت کردم. اما خب سال اول قبول نشدم. اون زمان با کشیدن تابلوها و پول درآوردن از اون کار، یه بودجه از پول تابلوها رو برای کتابای کنکور میذاشتم. سال دوم درس خوندنم و دانشگاه هنر تهران قبول شدم. من اون دختری بودم که با اون همه زخم تونستم موفق بشم. به تهران رفته بودم. سال اول دانشگاه بودم که همه استادا متوجه استعداد زیادم شده بودن. طراحیام طوری بود که حتی استادام نمیتونستن اونجوری بکشن. یه روز یکی از استادا اومد و بهم گفت که یکی از طرحامو برای یکی از دانشگاه‌های هنر ایتالیا فرستاده و اونا میخوان که من به دانشگاه اونا انتقالی بگیرم. چی؟ من برم خارج؟ منی که تا 10 سال پیش حروف الفبای فارسی رو بلد نبودم، الان داشتم مهاجرت میکردم. اما تمام قلب و وجودم اینجا بود، چون کامران اینجا بود و اینکه داشتم یکی یکی پله‌های موفقیت رو پشت سر میذاشتم. اما کامران اینجا بود. حس خیلی بدی بهم میداد. مردد بودم که برم یا نه. اما با اون صاحبکار مشورت کردم و بهم گفت تو برو موفق شو. شاید یه روز انقدر موفق شدی که بتونی کامرانم بیاری و پیش خودت ببریش و بالا بکشیش. به حرفش گوش دادم و به ایتالیا مهاجرت کردم. یه روز با یکی از استادامون خیلی صمیمی شده بودم. اون شیفته ذکاوت و هنر من شده بود. از سیر تا پیاز زندگیمو براش گفتم تو اون روستای نکبت چه بلاهایی که سر منو کامران نیاوردن. خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. بعد از چند وقت بهم گفت اون پسر کامرانو به اینجا بیار. اگه بخوای میتونم کمکت کنم که اونم به اینجا بیاد و ویزا بگیره. از این حرفش خیلی تعجب کردم. ولی خلاصه به ایران رفتم. به اون کارگاه رفتم. کامرانو دیدم که چروکایی روی صورتش افتاده بود و حصیر بافی میکرد. با کامران حرف زدم. اولش مخالفت کرد و گفت من هیچ جا نمیام. چند روز که پیشش بودم برق عشق توی نگاش دیدم. فکر میکرد که من دیگه نمیخوامش و رفتم دنبال زندگی خودم. اما بهش گفتم من توی این سالا نمیتونستم توی چشات نگاه کنم. خجالت میکشیدم. کامران گفت من همه اتفاقات گذشته رو فراموش کردم. تصمیم گرفتیم دوباره به همدیگه برگردیم و با هم زندگی کنیم. خلاصه هر جوری بود کامرانو به ایتالیا آوردم و استادان بهم خیلی کمک کردن. یادم تو خیلی از سمینارها من و کامرانو روی صحنه می‌بردن که ما داستان زندگیمون رو برای بقیه تعریف کنیم. منم درسمو تموم کردم و توی ایتالیا استاد دانشگاه شدم. خوشحالم که زندگی دوباره داره روزای خوبش رو بهم نشون میده. همه اینا رو مدیون تلاش کردنم هستم و مدیون زمانی هستم که وقتی دنیا برام تیرو و تار بود و هیچ امیدی نداشتم، دست از تلاش کردن